به شما دوستای عزیز خودم. من النازم و اینجا میکس باکس شو پلاس هستش. کانال اصلی من رو اگه هنوز ندارید به اسم میکس باکس شو که الان روی صفحه دارید میبینید حتما برید و ببینید و سابسکرایب کنید. توی این کانال قرار ریاکت بریم به ویدیوهای طولانی، ویدیوهایی که شما درخواست دادین، کلی ویدیوهای جذاب در پیش داریم. یادت نره که این ویدیو رو لایک کنی و امشب هم شب سومه. بفرمایید شامه برو که رفتیم. اوه بالاخره رسیدیم به جایی که خودم حاضر شدم، آماده شدم، غذاها آمادن و فرش قرمزی که صحبتش کردم اون هم انداختیم. برای منتظر دوستان و مهمونان عزیز هستیم که بیاین با هم دیگه امشب و اسکار نایت رد کارپت سلبریت. به به چی از این بهتر. آقا تم شبم رد کارپت و اسکار و اینا بود، ما دیگه لفتش نمیدیم، بریم سراغ خوراکاشو، بریم سراغ شب مهدی که میخواد آغاز بشه. پیش خوراک کریسپی تاکوی دریایی بود. الان دارن میز تاکو میزنن بچه‌ها. خوراک اصل کاری رو نگم براتون، بریم سراغ خوراک اصل کاری. آره این خوراک اصل کاری رزماری لم به سبک فرانسوی درست دیزاین و پذیرایی و همه چی عالی بود. دمش گرم خدایی. اینا بخش خوشمزه چاکلت موس بود با اپرا کیک. دیشب رفتیم خونه کامرون کارتیه و همونطور که انتظار میرفت تو منیوش نوشته بود همه چی همونطوری بود که واقعا باید می بود. بسیار پروفشنال سرو کرده بود، یعنی معلوم بود با سلیقه و وقت گذاشته کاملا همه رو درست کرده. غذاهاش که همه واسه من جدید بود، کریسپی نمیدونم چی تاکو بود. خوب بود، باحال بود. سرگرمیش هم باحال بود. یک تندیسی داد به عنوان یاد بود به آقا یاسر عزیز، برنده جام ملت‌های بونلس لیگای آمریکای شمالی جنوبی همه طرف شرق غرب. دیگه من بردم دیگه، بازیو بردم، اینو گرفتم دیگه، برنده شدم دیگه. من به کامران نمره 7 رو میدم امشب. نمره‌ای که من بهش دادم کم بود به خاطر فقط یه گرمای خونه بود. میتونست حالا یه چیزی مثلا از قبل میتونست یه حداقل یه پنکه بیاره دیگه، غذایی که من دوست نداشتم و دسر رو به خاطر اون من 3 تا کم کردم، کلا بهش 7 دادم. کلا من 7 دوست دارم و برام مقدسه. نگاه کن اینجا من 7 رو تتو کردم، یه ماشین دارم اونجا روش 7 زده. کلا عدد 7 برای من مقدسه، خوش شانسی میاره. برای تو خوش شانسی میاره. به کامرون چه؟ برای چه کامرون 7 دادی؟ میگم از خودت. دقیقاً مثل میمونه که مثلا 2 عدد شانس من باشه، یه 2 بگیرم دستم همه 2 بدم. چه ربطی داشت؟ یکی از چیزایی که نمره کم کردی و الانم یادت نبود که بگی این بود که چرا نوشته بود کریسپی تاکو دریایی 2 مدل بود، خرچنگ بود و مثلا ماهی تن. اونم ربطی نداشت، خودت هم یه بشقاب کباب دادی که 3 مدل کباب توش بود. ننوشته بود نمیدونم کریسپی تاکو خرچنگه، نوشته دریایی. جفتشون هم دریایی بودن دیگه، تو باغچه نیورده بود که. من امشب به کامرون جان عدد 9 رو میدم. من به کامرون جان دیشب عدد 9 رو دادم ولی شمارش 10 بود. چرا ندادی؟ حالا چون میدونی رفتیم چسبید خدایی، دور هم خندیدیم، باحال بود. 9 هم نمره خوبیه. من 10 واسه کی نگه داشتم؟ آقا بشارتی. آقای بشارتی. یعنی از الان میدونی هر کاری بشارتی بکنه 10 و داره پیش تو دلت خونه کرده. من به کامرون امشب نمره 9 خوب نمره‌ای دادین. اون یه نمره هم که کم شد فقط به خاطر اون پیش غذا و یکی اینکه اونجا تفلک نمیدونست ولی ایرکاندیشن و اینا کار نمیکرد، یه ذره سختمون بود هممون، ولی روی هم رفته ایتواز اوکی و فکر میکنم 9 بهترین نمره‌ای بود که میتونستم بشه. خوب بود. من فکر کنم رقیبم فرهاد جان باشه. پلت سوفیستیکیتدی داره، آشنایی با شراب و چیزا داره، خلاصه خیلی نزدیکیم به هم. از شخصیتشون و تیستشون باید بگم یه ذره میترسم. خیلی نکته سنج و نکته بین و خیلی ترتمیز هستن فرهاد جون. آقا بریم سراغ نمره ها. 7 گرفت، 2 تا 9 گرفت، شد 25 امتیاز سهم کامرون در شب میزبانی منزلش. تا امشب بریم پیش مهدی ببینیم مهدی چیکار میکنه. کامرون فکر میکنی مهدی چیکار کنه؟ منیو چجوری باشه امشب؟ منیو امشب نمیدونم چی خواهد بود، برای اینکه حدس بزن. مهدی جون این دور شبی که من دیدم غذا میخوره بیشتر چیزایی که دوست نداره رو گفته چیه. اوه ببین امشب ما میخوایم بریم خونه مهدی. میدونیم. خیلی خوشحالم که امشب داریم میریم خونه مهدی، به خاطر اینکه من بی‌صبرانه منتظرم برم بهش گیر بدم. آقا من میخوام ببینم تا حالا این مهمانداری کرده یا نه. والا راستشو بخوای راجع به غذا اصلا فکر نکردم چی میخواد درست کنه، چون دیشب همش میگفت املت میخوام بدم.
فکر کردم داره شوخی میکنه بعیدم نیست. و نمیدونم. نمیدونم. آقا بشارتی همین الان منیو رو باز میکنم برات ببین چه خبره. این خوراک کسب ماهیچه بفرمایید. قضاوت با نکنید. چی؟ من با خودش لخت خالی. بیا ببینم. خب که سلام و صد سلام. خیلی خوش اومدین. من صبح یادم رفت سلام علیک کنم، بگم خوش اومدین فلان، اینا رو یادم. الان دارم بهتون میگم خیلی خوش اومدین. من گفتم اینا رو. کلبه درویشی ما امروز ما گفتید غذای اصلی ماهیچه است داخل منو. دیدید دیگه. به نظرتون بقیه که دارن الان میخونن غذای اصلی ماهیچه. پلو ماهیچه. خب این ماهیچه با چی الان؟ با چی؟ ماهیچه همین خودش خشک لخت همین مدلی؟ خوش ماهیچه رو ما داخل منو فقط نوشتیم ماهیچه، ولی من با برنج سفید میخوام سروش بکنم امروز و اینجا کسی رو نداریم غیر از چلو گوشت میخوای بدی؟ فرشته. آها فرشته خانم. چی فرشته خانم حالتون چطوره؟ سلام. امیدوارم که حالا فرشته هستم. فرشته هستم. نام پدر. بس خودش حرف بزنه. ببخشید. نام پدر، شماره شناسنامه، اسخه. خیلی خوش اومدید. خب بفرمایید. چیکار کنیم الان؟ قراره فرشته بگه که مهدی چیکار کنه، ولی قبلش یادداشت میکردی خود درست میکردی بهتر نبود؟ همه گیر میدن. الان ما باید سریع شروع کنیم چون که همینجوش تایم کم داریم و مهمونا هر لحظه میرسن و این ماهیچه باید با شعله کم و با آرامش نه هر لحظه که نمیرسن. بزن بریم سراغش. خب این ماهیچه رو میخواد خود ماهیچه خالی به ما بده یا ماهیچه با چیزیه؟ من نمیدونم. با برنج آب بشورد. چیه؟ ماهیچه با چی؟ ماهیچه چی؟ برنج. ماهیچه گاو، ماهیچه سگ، ماهیچه خوردید حالا ماهیچه سگ؟ خودش هم ماهیچه نداره آخه بیچاره. تقرال میگه ماهیچه سگ تا حالا خوردی؟ چه رفتاریه این؟ از الان به نظرم بسته از رو. ماهیچه همون که تو طول عمرت خوردی، ولی حالا پلوشو ننوشته که تقصیر خودته. پلو ماهیچه مینوشته، الان میاد میگه تقلب کرده، ننوشته پلو داده نمره کم میکنم. اونو ولش کن. شما برای اون تاریخی رو دست تتو کردی مناسبت پیدا کردی؟ یا هنو بگردیم ما؟ بفرمایید. شما در قابلمه رو باز کن آقا. یعنی تو الان اینجا قرار اینجوری وایسی به من بگی اینو بریز تو شرکت کردی. من که شرکت نکردم. دقیقاً. منم همینو میگم. بریز. ولی ما میتونستیم از دور تو یه هندزفری میذاشتم عزیزم بریز. بعد تو میگفتی به هیچکی هم نمیفهمید که تو من یک ذره از آرامش این بشر رو داشتم. روغن بشر این چوب اینو برداشت نبود. اول پیازا رو ریختم میریزیم بدون روغن بدون هیچی. حالا ماهیچه ها رو کف قابلمه‌مون میچینیم. قابلمه که بچینم یا نداره. بریزم؟ بچین کنار هم روی هم نباشه. خب فهمیدید. اول وایسا تو سکوت کن الکی مثلا پیاز رو اول میریزیم دوستان، بعد ماهیچه ها رو میچینیم. اونم ما نمیبینیم. فهمیدی فرشه؟ نباید بریزی، باید بچینی. تو هم از اون ارتفاع تو قابلمه رو قشنگ نگاه کن. چیده شه. حالا فرشته جون یکم سختشه شاید. اینو بچه‌ها تو ادیت ولی تو قشنگ اشراف داری به قابلمه. تو ادیت درش میارن. آره من خیال باش. بچین. اینا چرا قرمز از قبل رب مالیدین بهش؟ ماهیچه هیچی همین خشک و خالی در مغازه میاری اینجوری نیست. ماهیچه از ماهیچه‌های هادی چوپان استفاده کردیم. ماهیچه ممکنه مثلا اگه مهدی بعید نیست ول نمی‌کنی از هر چی بیاره بذاره. انتظار داری چی باشه؟ امیدوارم که غذاش خوب نباشه. هر چی که هست. خوب باشه یا نباشه تو نمره بده نیستی. شما این پیازا رو اونا سیره. این پیازه؟ چی ببخشید سیر. خب بچین کنارش. همینجوری؟ آره همینجوری کامل. خب بشوریم. شستی من اینو قرار شستم. دروغ میگه آقا این نشسته. من که میذارم. من میذارم ولی آقای بشارتی اگه مریض شد تقصیرش نیست. سیرا رو کامل. فرشته بیشتر استرس داره تا مهدی. جدی دارچین میریزن تو؟ جدی دارچین میریزن؟ من نمیدونستم، به خدا نمیدونستم. این سمتش بذار یکی این. چقدر باحال. خب حالا اینا چیه؟ برگ بوارم اینجوری. 4 برگ بوار. من نمیدونم چرا شرکت کردم. با است اینا نمیدونستم. خب اینا چی؟ یکم هم روزماری هم بریزم کامل. بپاشم. بله این شکلی شده فعلا تا اینجای کار. حالا ببینیم فعلا دست که چی خوبه. در میاد. هیچ سررشته ای نداشته واقعا از آشپزی. ماهیچه این میتونه سورپرایز باشه، چون ماهیچه فقط تعلق به ایرانی‌ها نداره. ایرانی‌ها درسته فکر میکنن نه ماهیچه مال ماست، با باقالی پلو هم فقط میخورنش. اما خب ماهیچه رو خیلی کشورها دیگه هم استفاده میکنن. انگلیسی‌ها با مش پوتیتو میخورن. بله. و من در جریانم. اینجا فقط نوشته شده ماهیچه
میتونه سورپرایز بشه یا احتمالش زیاده که با باقالی پلو باشه نیست؟ چون تو برنامه ایرانی هستیم، اما با سس قرمز یا با مش پتیتو هم ببینمش زیاد سورپرایز نمیشم، چون این غذای بین‌المللیه. مثبت اندیش، مثبت نگر. اونجا فکر فقط خودت بلدی رزماری لم درست کنی. این رزماری ها رو ببین، مام خیلی با کلاسه. اینا چیه؟ اینا رو هم بهش بگم. برگ بو. کاش اینا رو از قبل میدونستی حداقل که بعد بشه جداش کرد. وایسا ببینم دوست دارن به نظرم یا سیر آره که سیر اصلا سیر میخوره. خوشمزه میکنه بریز. شاید آقای بشارتی دوست نداشته بریز باشه. پدر من. فقط برای که مزه غذا اوکی. بریز اینقدر انرژی نگیر از آقای آدم. بشارتی بخوره اوکیه. من میریزم. ای بابا. فقط آقای من همه بشارتی براش غذاها رو دوست مهمه. دارم. با هر چی که جلوم بذارن میخورم. نوشه جان. ولی وقتی صحبت ماهیچه میشه بستگی به این داره اگه میخواد غذای ایرانی درست کنه خب آف کورس باید یه باقالی پلویی بغلش باشه، لوبیا پلو، یه چیزی باید باشه که با ماهیچه لوبیا پلو بخونه، همخونی داشته باشه. برنج سفید گذاشته. یا اگر میخواد مثلا غذای فرنگی درست کنه، مش پتیتویی، یک نوع سبزیجات، یه چیزی باید بغلش باشه که کاملش کنه که توضیح نداده. چقدر نایس حرف اینه میزنه. حتما میذاریم شب ببینیم میخواد چه بلایی سر ما بیاره. مانند فیلم های آقای فردی تهشو باز گذاشته برامون. خب ما واقعیت یکی از جدیدن خیلی شاید خیلی ها ما رو دیده باشن. چی؟ شاید هم ندیده باشن. نه البته خیلی ها دیدن کیو؟ چون ایرانی‌ها اینجا که خیلی اکثرا میشناسن ما رو و توی اینستاگرام هم خب یه سری ریلز داریم که فکر می‌کنم ریلزای ما روی هم تو یه 20 میلیونی تو پیج خودت داری، من یه 20 میلیون، راحت یه 70-80 میلیون ویوی فقط روی ریلزامون داریم، اونم توی 2 ماه. حالا اینو برای اون کسایی توضیح میدم که نمیدونن چیه داستان این ریلزا. مسیری که ما شاید دیشب یا پریشب من توی خونه بچه‌هام صحبت کردم، مسیری که ما اومدیم تا آمریکا، از برزیل اومدیم، پیاده اومدیم، چیکار می‌کنی؟ این خراب نشه. جان نه شما نگرد. اوکیه؟ آره. داشتم میگفتم ما زیرشو اینو به صورت خیلی ملایم بذارید من یه دقیقه اینو راه بندازم این نسوزه. تو اصلا نباشی تو رو باید اثر آشپزی کنی. داشتم میگفتم ما توی راه یه کار احمقانه کردیم. همین که تصمیم گرفتیم از برزیل تا آمریکا رو پیاده بیایم و واقعا ما پیاده میایم، اینو برای کسایی میگم که ندیدن. کلش هم تصمیم گرفتم که ویدیو بگیرم به صورت مخفیانه، یعنی لای کسایی که قاچاق انسان میکنن، قاچاق مواد مخدر میکنن، قاچاق اعضای بدن میکنن، من لای اونا داشتم یواشکی جانم کله رو اضاف کنم بذار من به قاچاق نگاه برسم. فرشته پر از بعد آره لای ناگفته اونا هاست. خیلی ویدیو گرفتیم ما و این باعث شد که خیلی ترندتر بشیم، یعنی فالوورامون 2 برابر شد، ویوامون چندین برابر شد. قبل اونم کار میکردیم البته چند سالی. ما کلا کار اصلیمون یوتیوب بود و چند سال داشتیم یوتیوب کار میکردیم، فعالیت میکردیم و کلا هم کارهای احمقانه زیاد کردیم. آره ولی این خیلی ترند ولی شد. داستان این بود که از این مسیر یه آقای اسپانیایی زبانی مستندش رو درست کرده بود و ما تصمیم گرفتیم، ولی هیچ زوجی تا حالا از این مسیر مستند درست نکرده بودن و ما به عنوان اولین زوج ایرانی که از مسیر بابا اصلا اون آقایی هم که مستند ساخته از برزیل شروع نکرده، اونم از برزیل شروع مکزیکو فیلم نگرفته، کاستاریکا تو گواتمالا رو فیلم 3 پارت درست کرد. آره، یعنی ما کامل ترینیم تو هر زبونی، ما کامل ترین ویدیوی که اگه جایی هم میگرفتنش براش آره مشکل نداره. نمیومد. این شد داستان. حالا اگه کسی خواست ویدیوهای ما رو نگاه بکنه میتونه بیاد داخل یوتیوب من، چون داخل یوتیوب فرشته نذاشتیم، اینا همه داخل چنل من آپلود شده، فیمس حاجی، یه چنلیه که عکس خودمه، یکم که اسکرول کنه پایین همه پارتا هست. آیدی چنل فرشته‌ام فرشته آی پی که تو چنل من بیاید منشن شده زیر همه ویدیوام آیدی فرشته‌ام. بله. خیلی حرف زدیم؟ نه دیگه. نه. خوب بود. حالا پیازو اد می‌کنیم. خب الان خیالت رو از تبلیغ کردی. این شرح رو بزن تو این؟ بذار روی پیازا رو. با دست؟ آره با دست بزن. من دستم تمیزه ها. یا دستکش هم دست میکردی خدا رو خوش ببین میومد. ماهیچه، من ماهیچه دوست دارم. این هنوز گیر ماهیچه به خاطر است. بوی گوسفندش ممکنه خوشم نیاد اگه خوب مرینت کرده کی باشه. گفت گوسفنده؟ یه رسیپی باحال درست کرده باشه، خوب بپزه. نه اینکه ماهیچه باید شلو میدونی پخته باشه، وقتی اصلا استخونش رو میگیری جدا بشه. خدا کنه که مزهش خوب باشه.
تلفنم هم زنگ خوردش، میخوای سایلنتش کنم؟ نه ما خام میخوریم، نمیدونیم پخته چیه. قشنگ خالی این چیه؟ قشنگ خالی اینا بعد فرشته این چیه که قشنگ خالی کنه؟ تورال هم میگه از فرشته میپرسه. آخ میدونی من چقدر منتظر این صحنه بودم. بریز دیگه، چیکار میکنی؟ چه سر و صدایی را انداخته؟ گوش میدی؟ منتظر بودم بیام اینجا اینو اینجوری آزار داری اینو مگه؟ بزنم. آخیش اصلا بالاخره هر کسی یه جور درگیره دیگه. تو همین مدلی. امیدوارم بهبودی حاصل بشه. الان از این من تازه یادم اومد هرچند این آرزوی بچگی من. امیدوارم به آرامشی برسید. خب دوستان پودرسی رو اد نگفتید می‌کنید. یه سری شرکت کننده بیارید بشه باهاشون کار کرد. هر چقدر دلت بخواد فقط بریز. البته من خودم هم فریب خوردم. بریز که ولی بسه خیلی بذار یکم بود. ولی خیلی این خوب شد. ماهیچه یه گوشتیه که به نظر من خیلی سیفه، برای اینکه تنها چیزی که نیاز داره وقته. اون وقت رو رعایت کنه زعفرونو خود، ببین. گوشت بقیه کارا رو انجام میده، چون مزه خوبی داره، تکسچر خیلی خوبی داره، لذیذ خوردنش. فقط در اینه که وقت اندازه‌ای که داره میپزه کافی باشه. اگه کم باشه سفت خواهد بود و اون لذت رو نمیده برای خوردن. اما تنها چیزی که رعایت کنه خالی هم بندازه اینو تو آب با یه دونه پیاز بذاره چند ساعت این جوش بیاد، بقیه کار خود اون استخون و اون گوشت انجام میده. دیدی چه ساده برامون شکافت؟ خب چیکار کنم الان؟ خب تموم شد. خب حالا اصل ماجرا. بریم یه برنامه ببینیم و بیایم. یه تبلیغات ببینید، یه بوله ببینید. من گفتم دارم باهات کانکت میکنم اما پس میگیرم، دارم دیسکانکت میشم. دوستان درنگی داشته باشه. ولی به نظرم خب پیش میاد آقایون شاید آشپزی بلد نیستن، شاید مشغله‌های دیگه‌ای داشتن که نتونستن آشپزی یاد بگیرن، ولی بهترش اینه که خب از قبل یاد بگیرن، یادداشت کنن، یه نوتی بردارن بر اساس اون آشپزی کنن. اینکه خب الان یه خانم کنار دستش وایساده بهش بگه که چیکار بکن چیکار نکن، یه جورایی تقلب هم حساب میشه دیگه، نه؟ چون خب کامرون یا خود یاسر به تنهایی این کار رو انجام دادن. بهتر بود که اینجوری اتفاق بیفته. حالا خود آقای بشارتی هم قبلا گفته من اصلا دانشی در آشپزی ندارم. ببینیم آیا اونم از خانمش قراره کمک بگیره یا کمک‌ها رو قبلا گرفته جلو دوربین تنهاست. برمیگردیم به ادامه پخت و پز و آشپزی مهدی، ببینیم چطور میخواد پیش بره. تا الان ماهیچه رو گذاشت تو قابلمه، درش رو بست رفت استراحت. حال کردی؟ آها. در این فاصله گویا برنجم دم کردن. یا همون ماهیچه است دارید درشو فول پیچ میکنید. آقا پدر من نکرده کار نفرست به کار. هر چی کار میکنی یه در با اومدی خودت؟ ببندی. نباید بره، چرا میره؟ آخه اون فشاری که تو میدی آب انار میخوای بگیری مگه؟ خب یعنی هیچ. سوپ قارچ. میریم سراغ پیش خوراکمون دوستان. سوپ قارچ داریم با خامه و شیر. مگه خامش خود شیر توش نداره؟ پیش غذا سوپ قارچ و شیر با خامه. بعد سورپرایز رو ببین. وایسا قراره که ببخشید خامه ها رو نه سوپ ها رو که نونا چیز بمونه. تازه بمونه. قراره سوپ ها رو بریزیم تو اینا. چه باحال. بعد خب الان چه کمکی از دست ما الان برمیاد؟ نمیگم، این یه داستانی داره، بذار ببینم اول مهمونا میفهمن. شما که به مهمونا نمیگین که میگین؟ نمیگیم. یهو دیدی ما گفتی. رفتیم دنبال نون. بعد این نون شیرینه. خیلی دنبال اه. گشتیم. آخه این نون میدونی دنبال گشتی؟ کنیم خونه اینا. سندیگو تا اومدیم لس آنجلس، خب همه چی باید با خودمون میآوردیم و یکم درگیر این ماجرا شدیم و خیلی هم گشتیم که این نونای نون گرد رو یادتون پیدا رفت. کنیم، ولی تاش پیدا نکردیم. این نونا اینا- هم شکریه یکم. آره. فقط باید امیدوار باشیم که من میگم سرش روشو رو بیام داریم در میاریم با دستمال یکم تمیز کنیم. بد نشه. خب بریزید تو کاسه. آره دیگه تو کاسه خیلی بهتره ها، یه ذره ریسکی قضیه، ریکس نکنیم به نظر. بعد با خامه و شیر داره درست میکنه. خب یکی از اون سوپایی که من خیلی دوست دارم، خیلی خوشمزه است. دوشی جون داغ بشه. وقتی قارچ هم توش هست دیگه بی‌نظیره. به به. این پیاز داغ. خب هیچ. این از پیازا. الان مرحله بعد این چیه؟ از قصد اون محکم‌تر میکنه. برای همین تا موقعی که خب پیاز دوستان سبک حالا میرسیم به مرحله قارچ. ایشالله که همتون قارچ بخورید و قاچ نخورید. اینا دستم بریدم. شما چرا کمک کردی اصلا؟ اگه وقت ویدیو داریم می‌گیریم مصدوم شده نباید فرشته کمک دوستان. میکردی دیگه. خودش شرکت کردی، خودش بعد پس کار برمیاد. ببین این یه ذره ریسکیه. خب من چرا؟ خامه دوست دارم، شیرم دوست دارم، عاشق سوپم. بعد سوپ قارچش
نمیدونم خوب بشه یا نه. من مطمئنم که خوب نمیشه. ایشالله که چرا؟ خوبم نشه. چرا؟ یاسر امشب این حسابی قارچ قراره همین. بهم گیر بده، چون من خیلی اذیتش کردم. ولی خب من واقعا امیدوارم که دوستان متوجه شده باشن من به فان و شوخی دارم به همشون الکی ایراد میگم. این عجب چیزی شد، دیدی؟ یه هم نزنیم. تو شوخی هر کار بخوای داری میکنی. امیدوارم که به شوخی واقعا گرفته باشن. من که نمره ها رو خدایی نامردی نکردم، حتی نامردی نکردم لطفم نکردم، نمره خودشونو بهشون دادم، خودشون حقشون هم اونقدر. از نظر شما البته دیگه. سوپ قارچ به نظر من اپتایزر خوبیه، فقط بعضی قارچ دوست ندارن. من خودم خیلی قارچ دوست دارم و فکر میکنم هم دوست دارن. تو این امیدوارم تو گروه ما اینجوری کسی نباشه قارچ دوست نداشته باشه. یه ذره از این لحاظ ریسکیه. و خوشخوراک یه قارچ. تکنیکی که این سوپ قارچ داره اینه که قارچ باید اول یه ماشروم ستاک درست بشه، یعنی قارچ با آب و پیاز و اینا، بعد اگه 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت تنهایی اینا جوش بیان و بعد آدم بقیه سوپو شروع کنه درست کردن، خیلی قشنگ بلده ها، بلده کاره. پرمزه‌ای میشه. مزه قارچو میکشه بیرون، پرملات، مجلسی همه پسند. خب جوی پرکو چیکار کنم؟ کم کم اضافه کن که سوپمون خیلی سفت و دیگه. خب من چجوری یعنی چی نم با نم؟ دستت اینجوری می‌کنی. دیگه این مدلیه دیگه. بابا دستم خدای تمیزه. دستکش باید دست میکردی خدا دیگه. دستم تمیزه. بیا این آقا شد. یکم آردیه ولی خوبه. نه همه چی رو به چرا؟ همه لبه ها میزنی بعد استفاده میکنی ها؟ این بله. خب باش. این زعفرونی ها. اشکال نداره، بردار. خب یعنی چی به اندازه بریز که بریز، نشه؟ حالا همش بزن. کار که بلد نیستی. حرف گوش آروم هم کن. بزن، از بغلش نیست. من سوپ قارچ دوست دارم، اصلا کلا لبنیات، شیر و پنیر و اینا رو که خیلی دوست دارم. تو هر چی باشه من هپیم. او لبنیات بازی. سوپ خب، معمولا اینم خیلی از ها میخورن. خود منم یکی از هموناست. اگه مثلا سوپ خوشمزه‌ای باشه حتما سوپ قارچ خوشمزه است و سوپ قارچ رو باید با خامه و شیر درست کرد. یعنی اگه با آب بخواین درست کنین خیلی بیمزه میشه. برای همین بله، نوشته خامه و شیر که یه سوپ بسیار خوشمزه‌ای در خواهد. خاطرمون جمع باشه. روخش که خوبه. اینم شیوید و تشکیلات. خب بریم این از پیش خوراکمون دیگه، این آماده شد. بریم سراغ دسر و بقیه ماجرا. شب درازی در پیشه. چطوری امشب سر میشه؟ دسر شکلاتی. دسرمون دوستان دسر شکلاتیه. حالا تو گفته شکلاتی. اسم دسرش هم خاصی که نداره. دسر شکلاتی. آخ جون، من شکلات دوست ندارم. عجیبه آقا از ها. همین الان یه امتیاز ازش کم کردم اینجا. خب تو دوست نداری به اون نه، 2 چه؟ امتیاز کم میکنم ازش. من یه چیزی رو دوست ندارم از تو نمره کم میکنم. چرا؟ از خودم باید نمره کم کنم که بد خوراکم. دسر امروز ما دسر شکلاتیه. حالا شب براتون سوال بله، باشه بله. که چرا تصمیم گرفتم که آقای مهدی این دسر رو امروز درست کنه. متی. خودش مهدی. نمیگه. خب چرا اینو درست کنم؟ چون راحت. ببین، خودت نمیگی؟ این دسر رو اولین باره که ما داریم درست میکنیم و تا الان یک بارم حتی امتحانشم خیلی خوب بعد خب پس ریسکیه. چرا؟ که بفهمشم در شد میبینم خدایا چی آخه بهش یاد بدم که سریع و راحت همه رو. خب تو به من یاد ندادی الان الان. یاد میدم و خودت یاد میگیری. آها تو برنامه لایو یاد دمت گرم. آره. لایو برای که این نیست دسر ولی ما شیرکاکائو متوجه. نیاز داریم چارلیوان. نمیدونم 200 کم چقدر اینو. 2 تا خامه صبحانه 250 گرم آره. خامه صبحانه میخوایم. خامه صبحانه 350 گرم توت توت فرنگی. این برات فقط 4 تزیینه. قاشق غذاخوری، چیز، 2 تا ژلاتین و ژلاتین، 2 تا خامه شکلات تلخ، شکلات. خب ما اول گاز رو روشن میکنیم. سرشیرامون رو بپزیم. سرشیر رو بپزیم. بشکن میزنه گاز. دسر شکلاتی باز یه ذره حالت گنگ داره. دسر شکلاتی چی میتونه باشه؟ شکلات حتما دیگه، ولی نمیفهمم که یعنی چی. هر چی باشه پس من توضیح دوست ها؟ ندارم. مثلا بلد نیست درست کنه مهدی. تو از کجا میدونی؟ تو آشپز خوبی نیست. اصلا آشپزی بلده؟ تو هم نمیدونیم نه که. واقعا آشپزی بلده مهدی. تو که نمیدونی چرا قضاوت میکنی؟ خب یه دونه چی کار؟ بریزم. ترسید. خیلی زیاد کردی عزیزم. خب بابا این شیرکاکائو شما رو کردی هفت خانوم. میدی که این چه نه مهدی کاریه؟ داشت روشن میگه. اه، اه. البته شما هم وایسادی، خب بگو زیرش زیاده. فقط یکم بابا من میخوام کمش کنم ولی نمیشه. چه داری؟ مایتابه رو نمیخوایم اوکی. ذوب کنیم که. خب یکم شیرکاکائو ما همینجوری که می‌خواست 4 گرم تا لیوان از شیرکاکائومون رو میریزیم این داخل، ولی با این 5 تا بریزیم. گفتم این کوچیکه به نظر من.
میخوام بهتون بگم که اصلا چی شد. من و فرشته همدیگه رو نه اصلا بذار بگم از اول بگم بچه کجام. من بچه شمالم. بگو. تو این یکی دو شبه هم این 3 تا شد. آره. تو این یکی دو شبه هم چند باری فکر کنم گفتم که بچه شمالم، چون یاسر هم بچه مازندران بود، من بچه چالوس هم اصالتاً. و جالبش اینه که با فرشته ترکیه آشنا شدیم، خیلی رابطمون جدی شد تو سریلانکا بود، مهاجرتمون که به آمریکا بود. هیچ ربطی هم این کشورها و لوکیشن‌ها به هم دیگه نداره. درسته؟ بسیار عالی. شما بچه کجایی؟ من شماره‌تون رو بچه داشته باش. مشهدم و همونطور که مهدی جان گفت ما 3-4 سال پیش توی ترکیه با هم آشنا شدیم و هر کدوم داشتیم 3-4 سالی بود که توی استانبول زندگی می‌کردیم و اونجا سر یک ویدیو با هم دیگه آشنا شدیم و میگم دیگه اولش رابطمون فقط دوستانه بود، جدی نبود. دوست یه اجتماعی سفری ما رفتیم اونجا موندگار شدیم، نمیتونستیم تکون بخوریم. بعد یه جدی شد. خوبه. تو سریلانکا آره نو جدی خلاصه شد. که ایشون به چی میشه شد دیگه ها. بسیار عالی. آقا به پای هم پیر شید. اینم به پای سر نره. دیشب کامرون نوشته بود چاکلت موس آپرا کیک. قشنگ توضیح داده بله، بود بله. که تمام کامل. اجزای اون دسرمون چیه. ولی این نوشته دسر اون شکلاتی، شفه. یعنی میتونه این شکلات هم بگیره جلو ما بذاره بگه من اینو نوشتم. بله. حالا ببینید مهدی بخواد چه یه ذره ابتکاری به خرج آرومتر بده. اونا رو بنداز چون مرد. با لباسی که دیشب ابتکار به خرج داده بود پوشیده بود، من فکر میکنم راجع به اینا هم حتما برای ما این سورپرایز داره. ببینیم چطور پیش میره. آقا بشارتی ما خودمون در جریان نیستیم. عجب چیز خفنی شدی. چیزی شد. خیلی خفن. چرا یه دوباره توضیح هم اینجوری بزن. میگه؟ عزیزم که دارم این هم خانم میزنم. هم بزن صحبت بکن. یهویی گوله تیکه گوله تیکه کوپه کوپه. چه نشه. خرتنه چه خرتنه. آفرین. دسر شکلاتی، اینم میتونه هر چی باشه. یعنی دسر اولش هم بردارم در اصل نوشته شکلاتی. اینه. بله. حالا من چجوری اینو چیز بخوام بکنم چی شکلاتی خدا میدونه. مهدی میدونه اینو. امشب میریم مهدی هم نمیدونه، فرشته میدونه. چی شکلاتی کرده. همین. خودشو، نه اون که امیدوارم نه. کیکشو یا خامشو یا بستنیشو. امیدوارم کار به اونجا نکشه. یه چیز شکلاتی درست کرده باشه دور هم بزنیم. اینجور موقعا که به من چیزی نمیدن خوشحالم. خواستم اینجا از مامانم یه تشکر کنم. خیلی جدی. من تا حالا جدی اصلا پیش نیومد از کسی تشکر کنم، ولی واقعا شما شب از نخست مامانم تشکر خیلی رو از مادر تشکر کردی. مامانم فکر شب می‌کنم نخست. بهترین جا واسه اینکه از مامانم تشکر کنم خب شبکه من و تو باشه دیگه. من هر جای دیگه تشکر کنم اونقدر نمیبینن، ولی اینو دیگه الان یه بار میگم همه میبینن. واسه همین اینجا دیگه خودم رو خلاص میکنم. مامان من واقعا به سختی من و برادرم رو بزرگ کرد. در نداری ما رو بزرگ کرد. در بی پدری کلمه بدیه؟ بدون بی پدری کلمه بدیه؟ بدون پدر در بهتره. نبود پدر. این قشنگ در نبوده. در نبود پدر در ما رو یه بی‌پدری. جوری بزرگ کرد که ما اصلا حس نکردیم که پدر هست یا نیست. واقعا سختی کشید، واقعا دمش گرم، واقعا اراده قوی داره. از همینجا واقعا میگم که دستت رو میبوسم مادر، چون من خیلی هم خجالتی هم هیچ موقع مثلا نشده مامانم از نزدیک میبینم نمیتونم اینا رو بهش بگم. آخه پسر فرق میکنه. آره ولی چون با دوربین الان راحتم بهت میگم من خیلی دوست دارم قربونت برم. حالا بعدا با هم صحبت می‌کنیم، ولی ویدیو بعدا با کال هم کردن صحبت اصلا می‌کنیم. درخواست نکن که من اینا رو بهت بگم. همینجا دارم بهت میگم چون رو در رو نیستیم، بذار غرور من حفظ شه. بشه. تو خجالتی بعد این دیگه ابراز خب. علاقه به مادر به غرور چه؟ دقیقاً. اصلا کوچکی نیست، خیلی هم بزرگیه. دست دسر مادر رو باید بوسی. شکلاتی اصلا دسر اسم نداره. به من چه چه؟ شکلاتی؟ موس. میتونست یه موس. نه موس رو دیروز خوردیم. نوشه جان. بعد اوکی دیگه، منیوش منوی برنده نیست. نه منوی برنده نیست. تو نمره نمیدی. توی هر چی درست کنه تو نمره تموم نمیدی. شده. چیه؟ آماده است. آره. آماده که نیست، فقط باید بذاریم که دما بیفته، بعد داخل ظرف‌ها بریزیم و بذاریم توی یخچال به مدت که خودشو 5-6 بگیره. ساعت. خودشو 5-6 ساعت چه؟ من اصلا بگیره. 2 ساعت دیگه دارم میان. جدی میگی 5-6 ساعت رو؟ خب بذار تو فریزر. دیر شروع کردی. تا اینا رو من الان میذارم یه گوشه. اونجوری که تو دل بغل. بنشاد داری کار آغازه. میکنی همینه خودی دیگه. داشتی. امیدوارم زمان از دست نرده باشی. همینجا هم بعد ظرف. تمامم بذار که این این. من میذارم تمیزه دیگه اینجا. بیا. خیلی رنگ‌های دوستان شاد تریپ امشب بالغ. رنگ‌های شاد. شاده، خوشه.
برای خودش. میگه بقیه هم رنگ شاد رنگ‌های شاد منظورش حتما لباسای رنگیه که آره دیگه آب شرط. فکر میکنم کژوال میتونه آدم بپوشه، حالا هر رنگی که هست. شادش کنین. این هم حالا. مثل شاد منیو نمیشه یه کلمه اونم گذاشته برای ایمیجینیشن. رنگای شاد شاید تفریح شبشون باشه، یه هولاهو هستش، رنگا و رنگون باید چیز کنه. آفرین. چقدر باحاله. میتونه رنگ پرت شاید هم نباشه. کردن به هم باشه یا همچین چیزایی. شاید هم اصلا نداره، فکر من کنم جاشو نکرد، فقط رنگای میگه شاد شاد، منم بپوش. که حالا رنگ شادم دیگه، خوبه دیگه. کفشام هم شاده. شادی الان قشنگه، خوبه. همینو پورو. من خوشتیپم خودت از خودت چرا انقدر نه تمی وایس که ما امشب انتخاب کردیم تم رنگ‌های شاده. چرا حالا این تم انتخاب؟ حالا رنگ‌های شاده که زیاد مهم نیست، درسته؟ چراش دلیلش این بود که من می‌خواستم یک تم راحت بذارم، چون فکر نمی‌کردم آقای کامرون بیاد یهو بگه رد کارپت کت بپوشید بعد کولرشون هم کار نکنه. بنده و ما خدا. بپذیم. گوش میدیم، من همچی فکری نمی‌کردم. رنگ‌های شاد گذاشتم که هر کی هر چی میخواد بپوشه، هر رنگی. حالا باریکلا شاد به تو. بود نبودم من قبول میکنم. درسته؟ درست. غیر از این که نگفتی نیست. هر رنگی که گفتی اوکی. رنگای شاد فقط. قربونت برم، شما از اون. چرا خدافظی میکنید اصلا؟ چی اتفاقی افتاده؟ کجا میرید؟ یه سر به کمرون کارتیو این بزنید. منیو شانس بردن میتونه داشته باشه اگه هر کدومشون بسیار خوب باشن. دقیقا اونقدرم منوی بعدی نیست. برنده اصلا نو وی. راه نداره. از ابدا. آی بشارتی. آقا بشارتی فکر کنم برنامه خورد بهمونا. بگیر سرسختی نکن بگی بریم. چی شد؟ منیوی آه، برنده بعداً؟ اصلا نو وی فکر نمی کنم. چون من تنها کسی رو که فقط فکر میکنم با منیویی که خودم آماده کردم میتونه کامپیر کنه، میتونه برابری کنه، فقط مال کمرونه. کمرون کارتی است. منیوی من 2-3 خط بود هر کدومش. آره بابا توضیحات کامل این بده. کوتاهش کرده بودیم. اینو با منیوی خودم بخوام کامپیر کنم، خب منیو ساده تریه، بعد خب خیلی عادی تره، ساده نیست، عادی تره. آقا این منوی برنده نیست. چرا نیست؟ نه اینکه من نخوام. تو که نمیخوای. نمیشه. دقیقاً. منوی برنده تو که نیست. نمیخوای. آقا وقتمون رو گرفتید خدا وکیلی. ببخشید این همه مهندس. اومدیم توضیح دادیم در مورد غذا، پیش غذا، نمیدونم دسر، تم. اما یه چیزی میگفتید آقا مهدی مایچه داره و با شکلات و خب درباره تو هم رنگ میتونستیم شاد این کارو بپوش، رنگ بکنیم. کمونی، بعد سوپ دیگه. آقا بریم آماده شیم بزنیم بریم خونه مهدی. امشب میخوام دهنش رو سرویس کنم. من الان میخوام بدونم چه اینقدر شاکیه. واقعیه یا سناریوی چیزی پشتش این رفتار؟ چون عادی نیست. مشکل چیه؟ اتفاقی افتاده که به ما نشون ندادن؟ چون این رفتار عادی نیست. چته برادر من؟ گفت میخوام برم دهنش سرویس کنم؟ زشت نیست؟ تو هنوز نتونستی اینا رو پر کنی، اما موقع تا حالا یه دونه پر کردی؟ تو چرا انقدر یواشی بچه؟ رفقا یه درنگی داشته باشی، به من دستی لبم کار برسونم نکردی اینجوری پیش قبوله. نمیره. برو کنار آقا، برو کنار. یه دونه این لیوانا رو بده من. یه ملقه فرشته جان، یه ملقه بده خانم. به دلیل زیغ وقت ما گفتیم همه با هم بیان. الان اومدیم تو یه سر بزنیم ببینیم چه خبر. الان میریم بیرون، مهمونا هم میرسن. تو همین شکلی خوبی؟ آناتومی رو حالا لو نمیدادی نمیشد؟ چرا در کما بود؟ اومدن دیدین اینا. بفرم، خواهش میکنم آقا بشارتی بفرمایید. سلانه رفت در باز. گاماس ریز سر سر. 3-2. سلام، چه خبر؟ خوبی؟ چاکرم. چطوری چه خبر؟ قربان؟ درود بر تو. بفرمایید. چه خبر دم در یعنی چی آخه؟ واسه منم از اینا آوردی؟ بله دیگه. قربونت برم. دستت میتونی بفروشیش. مشابهش اومد خوبم. $100 چیه من به تو نمیدم. 100 میدم تو جیبم. بیا. خب فرمون آوردی؟ نه اینه با این بازی این کن. چیه؟ لعنت به بفرمایید. سرگرمی. خواهش می‌کنم. دست درد نکنه. برو. خیلی خوش من آمد. و آقای بشارتی امروز با هم رسیدیم. دیدی؟ بعد من یه صدی در آوردم، خواستم بهش صدی بدم ولی پشیمون شدم. دور سر چرخوندم. یه صدی؟ بعد یه هدیه خیلی کوچولو آورده بودم، از این اسباب بازی بچه‌ها بود. گفتم اینم هدیه شما. کلا کم هزینه میری میای. یه مش $100 گذاشتی جیبت، هر از گاهی با اونها یه مانوری میدی. آقا بشارتی حس خونه چطور بود؟ حس خونه راستشو بخواین
به نظرم زیاد جالب نبود. یعنی سرد بود. من احساس غریبگی کردم. آخه بعضی وقتا اینطوری پیش میاد وقتی یه جایی رو دوست ندارین بهتون نمیشینه احساس غریبگی میکنه. انرژی خوبی نداشته براش. گرم استقبال نکرد یکم مهدی. حس خونه همون اول که ما اومدیم تو گفتیم سلام سلام بغل و روبوسی و اینا، اومدیم تو دیدم 2 تا بشقاب همینجوری معمولی، فقط تو یکی توت فرنگی و بعد فکر کنم آناناس و تو یکی دیگه سیب و انگور و این چیزا بود. بعد خیلی معمولی بودش. آها معمولی بود. عمو یاسر تو کجا گیر کردی؟ صدات از کجا داره در میاد؟ دارم برات. چرا؟ دارم برات امروز. واسه چی؟ آقا بشارتی معذبی یا بذار کامرون بیاد بعد درینکو بزنیم دورم. نظر چه خبر؟ همه چی خوبه؟ نظر منم مثل نظر شماست. ای جون آقای بشارتی راست میگه، یه جوری معذب نشسته. این چیه اینجا؟ این چی اینجا؟ فوت کن. این چیه؟ چی مالیدی رو بره میز دیگه. خوش شده؟ کامرون جان یه موقعی اومدی که اومدی که ایران بگیری. آقا این من یه امتیاز کم میکنم، این اصلا تمیز نبود اینجا. وقتی که ما نشستیم توجه کردیم که روی میز یه مقدار میوه هستش، بسیار بد چیده شده بود، یعنی همینطوری اصلا بی سلیقه. راحتتون کنم چون مجبورم آنست باشم رو کراس بگم. بعد به نظرم تمیز نیومد، واسه همین من اصلا میوه نخوردم. نخورد. سلام. چه خبر؟ بیا تو. می‌خواستم برات یه پیشگوشتی چکمه چیزی بیارم که امروز علاقه داری به چیزا، اما یک چیز عجیبی چی آوردی؟ فهمون مرده بود براش. دستت در نکنه. بیا عزیزم بیا داخل. امروز مهدی بر خودش خوب بودش، در باز کرده سلام علیک کردیم و خلاصه خوش آمد گفت و رفتیم تو. برخورد خوب بود. خب خوبه تو راضی بود. بقیه ناراضی بودن. سب ست کردیم ما. آره دیگه. این چه ستیه؟ الان شما کدومتون رنگی شادید؟ شما هستی. شما رنگی شادی. این چی؟ نیست؟ شما الان کفش؟ کجا رنگی شادی؟ با حال دیگه. قلبش رنگیه. باریکالله. قلب شاده. و رنگی. دوست داشتم. آقا بفرمایید. اینجا ذره خاک بودا. اینجا هیچی نبود. باشه. بفر بشین برو بابا بشین. کامرون بشین، کجا واسه چیز بشینه؟ بیارم. درینکو اون سه بیارم. تا تو همونجا مگه نیمکت ذخیره است با آخه؟ اجازهتون. مرسی. ببین یاسر من بهت خیلی کمک کردم خب الان کاری که میکنی واسه همه یکم میوه بکش بده دستشون اوکی، بخورن باش. میشه این کارو بکنی آره، چون هیچ کی حتما. دست نمیزنه به کی هم سپردی؟ بفرمایید. آقا یاسر بفرما شما یه گوشه کارو بگی دستت. پوسیده است ها. یه امتیاز کم. این اینسپکتوره. چه عوض داره گله میوه نکن. هایی که روی میز بودش یه مقدار فرش نبودن، بعضی از میوه فرش نبودن، تزیین خاصی هم نداشتش. همین فقط اینو فرش کات فروت هایی بودن که وسته یادم میخوره فقط روی بشقاب ریخته شده بود. توت فرنگیش پلاسیده بود، انگورش پلاسیده بود، واقعا پوسیده بودش. میوه‌اش خوب نبود. خوشت نیومد نشست به دلت. اوه دوستت وانیل توشه و اول از همه بذارید من یه چیز بهتون بگم اینجا خونه من نیست و همونطور که میدونید من اصلا لس آنجلس زندگی نمیکنم. تک تک ادویه، میوه، لیوان، قاشق، چنگال اینا رو سعی کردم همه رو از سندیگو با خودم بیارم. مثلا همین الان که سینی ندارم میبینید دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. بفرمایید اینا رو بردارید. اول شما. چرا نه؟ مرسی. اصلا آخر من می‌ذارم. نه دیگه به سن دارم خب دیگه به سنه اوکی. بزرگتر دیگه اول. ادبی احترامی. برو بیار آقا برو بیار. خیلی فضا سرد و بیروحه. ای کاش میشد گرمش کرد. اول بو بکشین، ببین بوش خوبه. بو بکشیم اول. فکر کردیم ما کیم؟ دوستان این شربتی که دارید میبینید از شامپاین طلا هم گرونتره با ارزش داره. چون اندازه سرم توش زعفرون زدم که عشق کنید دوستان. بزنیم به هم ببینید که دوست دارید یا نه. آخ آقا بشارتی یکم حساس رو تمیزی و اینا. دقیقاً آقای الان با بشارتی چه عذابی میخواد معذبه. آقا بشارتی بزن لیوانش تمیزه. بزن نوش جونت. من بودم از صبح اینجا. خوبه؟ ایوه خود چه نباید بگی که یه دقیقه آروم بگیر و ببینم بقیه چی میگن. خوبه دستمال آره اگه چون این زعفرون نکنه قرار زعفرون ریخته توش باید. دستمالمو اینجا چیدم. اوکی. دندونامو زرد نشه. این که بریزه رو لباس تمومه. آره گرفتم. بذار من یه سه مخصوصا تاشو لباس بیارم.
ایشون که اونجا اصلا میذارم عذرخواهی میکنم من چیدمش. بفرمایید. نه بفهمید چی چه چیده ما آخرش من برمی‌دارم نه دیگه آخریه خیس شد. چه دستمالیه؟ ویلکام درینک امشب به نظر من خیلی هیئتی بود. هیئتی پر از سید و نمیدونم شربت و یعنی اصلا برای دست عزادارا خوب. برای من یکی ولکامینگ نبود، چون من دوست اینجور نداشت. نوشیدنی ها رو معمولا زیاد نمیخورم، چون هم چاق کننده است، پر از شکر و فلان و به طور کلی دیساپوینت شدم. دوست نداشت و انقدر که تو زعفرون ریختی تو قطع امید کرد. چکه کنه من میخوام رفته. بدم آقای بشارتی ترای کنه روی این. بعد مزه است. نه من بهتون میدم آره. چرا تو میگی؟ کامرون چطوره؟ دوست داشتی؟ راستشو بگو. آفرین. دیدی؟ دوست نداشتم نه. آفرین. یه چنگال دیگه واسش من میاری؟ دوست داشتم. میوه خودش به اندازه کافی مزه داره دیگه. دقیقاً، اون دقیقاً. چیه که بهش بزنم؟ آقا برو بریم دیگه. آقا بریم یالا کجا خب من برم آماده کنم بعد آره میخوام بیام. نه تو نیا من خودم آماده. یا دارد نه اوکی هم. یه فازی داره مهدی. من نگرفتم شب اولین فازشو. خب بی کاز ردی الان هر چی دقت میکنم بیشتر میگیرم. که نریختی که بی کجا رفتی تو؟ آیه یاسر خان. من کلا الان آدم فضولی داستان هستم میشه. یه کمی. خواستم برم یه کوچولو شیطونی کنم، اذیتش کنم، ببینم چیکار میکنه. همین که رفتم تو آشپزخونه و گوشه وایسادم، اینجوری دیدم داره فرشه داره کمکش میکنه. تو دخترش داره کمک میکنه. به خدا. بعد سریع برگشتم گفتم بچه‌ها این تو دخترش داره کمکش میکنه، تنها نیست. خیلی هم دهن مرزیده. چی خوبی؟ چی شده؟ بیاین؟ نه نه اوکی باشه. واسه چی؟ هیچ. داشتی چیکار میکردی؟ هیچی. اونا کاری نمی تو داشتی یه کاری می‌کردی. دستکش من تنهایی داری درست میکنی همه چی رو؟ من اصلا خوراکم تنهایی از همه چی تنهایی. همش تنهایی دستکش خسته دست نباشی. بدی؟ تو خیالش دستکش واسه چی آه. هم میزنم اون موقع که باید که آه، دستکش اوکی. 20 تا دستکش شما میبینید تو ویدیو آقا بشارتی من از شما دستکش؟ می‌خوام. از شما سابیدم آقای بشارتی با وایتکس باشه. وای به شرطی هم اساس. برای درینک اول یاسر رفتش توی آشپزخونه و دیدش که خانم فرشته دارن کمک میکنن مهدی جانو. به نظر من درست نیستش کمک آدم بگیره. قرار شده که ما خودمون آشپزی کنیم، حالا خوب یا بد، ولی از دوست دخترش کمک گرفتش و من 100% به خاطر این ازش نمره کم میکنم. تو که چای معطل قندی. حالا منطقش هم بخوایم در نظر بگیریم واقعا حق با دوستانه دیگه. اینکه خب هم یاسر خودش تنهایی پیش غذا و غذای اصلی و دسر آماده کرد، هم کامرون این کارو کرد، یه ذره بی‌انصافیه. البته حالا مهدی خودش از روز اول گفت من آشپزیم صفره و برندم خیلی توقع نداره که بشه و اومده که خودشو به چالش بکشه، ولی خب بیشتر فرشته رو به نظرم به چالش کشیده تا خودش تا اینجای قضیه. ولی خب با این حرفشون موافقم دیگه. بعد تنهایی کارا رو انجام میداد و برای سرو غذا و اینا بعد خودش همه کار میکرد. یه ذره بی‌انصافی در حق دو دوست قبلی است. تو هر کار دیگه میکرد نمره کم میکردی. حالا الان سوژه هم داره. همه کارا رو در حقیقت اون داره انجام میده. خب این زیاد جالب نیست. ما قرار شده هر کدوم خودمون کارمون رو انجام بدیم. اصلا چرا خود دختر خانم شرکت نکرد؟ اینا خراب شده. کوالیتیش یه جای ذره مهدی جدا فرشته شرکت می‌کنه. میکرد. انگورای خراب هم داره. اینا به خدا ببین که چی کار میکنی؟ داری میوه رو سوا میکنی؟ می‌بینی؟ قشنگ. مگس. آقا بشارتی دیگه پشه هم هست. دستمال نیورده. اینا اصلا با این جور در نمیاد. میشه الان ما شماره بدیم بریم؟ ببین نه اون خوری غذاشو. تو میخوای کتتو درار یاسر. دوستان بریم سراغ پیش خوراک دیگه. کشیدن آماده از روخش بد نیست. خوشگله. مزه‌شو بچه‌ها باید بگن سوپ قارچ با خامه و شیر. خب این هم برای شما به به. آخ اینم من آقا می‌خوام بشارتی اون دیگه بشینم. شرمنده دیگه. من میتونم یه جا بذارم؟ کجا یه جا که نگاه کن اینو میای اینجوری میذاری رو ده جوری نمیشه؟ اون خراب میشه اونجوری. چی خراب آقا میشه خراب میشه یعنی چی این بالا گذاشتی خب خراب بیا بریم میشه؟ بیا بریم نه نمیام اونجا. نه بیا بیا چقدرم کاپشنشو دوست داره. میبری نه میذاری آویز پوش کن. کجا میخوای بذاری؟ کتش هم خیلی دوست دارم. اگر بخوام ایراد بگیرم از همون لحظه اولی که وارد شدیم اون میز میوه نمیدونم اون نوشابه‌ای که داد به ما بخوریم، خوش آمدگویی. بعد نشستیم برای غذا اون سوپی که آورد گذاشت، نحوه برخورد. میزمون تمیز نبود اصلا. میز بسیار من راستش واقعا؟ دلم نمیامد چیزی بخورم چون
به نظرم تمیز نمیامد. من گفتم این آقا بشارتی. آقا آویزه داشت. من داشتم داشت برمیخته است. اینجا آقا بفهم بزن من یه قاشق بر خودم کو کی خورد؟ یادت رفت. نه اومدم. خود نیوردی. بزن قاشق. میز خلوت نیست یکم؟ یا آب میوه‌ای چیز، یعنی یه آب لیمویی؟ این کلم چاودر شبیه کلم چاودر نیست؟ بله. آره اینو خودش مشروم، سوپ مشروم گفتیم، آره ماشروم. کریم و شیر. کریم و اجازه شیر. سردارم؟ بله. نداری تو؟ این دستمال دوستان آب می‌خواید؟ توالته؟ اینو بگید من کدوم بیارم. من آب میخورم. شما چی می‌خوری؟ آب یخ اگه توش باشه. من نوشابه. برای آقا بشارتی خب نمی‌خوای شروع کنی؟ نوشابه رو با قوطی بیار. قبلش آب بخوریم بعد دوباره شروع کنیم. آقای بشارتی قشنگ حالش خوب نیست. ببینید پیش یکم غذا خورده تو دیزاین ذوقش. خاصی نداشت. 2 جعفری شلوول توش گذاشته بود. اصلا این سبزی کنارش نبود. اصلا میتونست نذاره. به جای اون میتونست مثلا چیزای دیگه بذاره. خب چی مثلا؟ نه دیزاین خاصی نداشتش. دیزاین خاصی نداشت که خب میرزا قاسمی تو هم دیزاین خاصی نداشت دیگه. یه گوجه له شده پوت اینجوری گشته بودی وسط یه دیس میرزا قاسمی آورده بود. اونجا که میگم اقواتوه دیگه اینجا ولی اقواتو نیست دیگه. آدم باید در فرق بزنه. خودت میرزا قاسمی رو تزیین خاصی نکرده بودی. خب دوستتون من چرا اینجا سینی نداره آجی؟ من همه چی رو باید برم اینجوری دونه آب اولش میآوردی راحت بودی که ویزا خب ندی اونو دیگه با پارچ چیز میارم با بطری میارم. واسه خودت میگم راحت تر بودی. الان میارم. من اینا کم بذارم اونجا. ریکوردینگ تموم شد؟ چیه؟ نه اذیت خب. میشه چشام. بیو ببین این آب خدمت شما این برای شما خب برم چیکار می‌کنی؟ دیدی این همه نوشابه است. همه رو یه بارکی آورد. اونو دادی به آقای بشارتی؟ بله آب نوشابه گرفتی؟ من لیوان نمیخوام. نه زیر چونت من با این میخورم. بیا دیدی خب گفتم دوستان بریم. قوطی میزنه آقا بفرمایید. بشارتی. سم کارخونه رو ببین آنباکسش چون تو این کنیم. لیوان رو ترجیح میده. این منیو شما رو که من خوندم سوپ قارچ نوشته بود. این سوپ قارچ به سبک ایرانیه. من فکر کردم سبک ماشروم سوپ برای من سوختم. نه چیکن و اینا توش نیستش. اشکم در اومدش. یه کم نمکت یا. همه رو داره بعد من چیکن نمیرسم داره. بگم چه ببخشید. سوپی سوپ قارچ ببخشید شیره بلند میشی پا میشی ببخشید. نه با میارم این کامرون چطوره؟ بیا بهت میگم الان میارم ببین نمک کو داغه. با آتیش پخته شده دی. آقا ولی بشارتی خوبه. دمش کم باحال درست کرده یعنی استایلش خوب بودش. با چه عذابی میخوره آقا بشارتی. اوه سوخت. صورتش چروک خورد. چی شد آقا بشارتی؟ چیزی توش بود؟ خوب نبود نه؟ نه سوپشو من دوست دارم. آره. پیش غذا it was okay. پیش غذا اوکی بود ولی البته خیلی پرفشنال نبود به خاطر اینکه اون نونی که به اصطلاح سوپ و توش ریختش آخر شیرین بود سر حتما دیگه. نباید نون شیرین باشه. بله. باید یه گفتم نوع کاسه باگتی بریزی. مخصوص داره که ساور کریم مثلا بهش کمک میکنه که سوپ رو معمولا سردو. می‌ریزن. بعد نمک سوپ کم بود. لیمو ترش هم بغلش گذاشته بود و من از لیمو ترش استفاده کردم توش ریختم. که کارو در شکریه نه؟ ببین نونش رو شکر داره. نون با این جوری در نمیاد این نونا. بابا نونو نه کلا دارم میگم برای بعدا. حالا ما گرسنمونه دیشب شامی چی نخوردم من. آقای بشارتی شما چی میگی؟ آقا شما نمک دوست دارید بفرمایید. یه ظرف ادویه‌جات آورد گذاشت رو میز عجب این آقا من آدمی. اصلا نخوردم بذار من بخورم. چیه نمک می‌خوایم دیگه برگردش. می‌خوای شما از اینا؟ من نه اوکی. خب، نمک رو فقط می‌آوردی دیگه. چه پرسشی اصلا؟ خوبه ولی جا داشت اسم میکنم یکم بیشتر غلیظ بشه. او موارد دیگه داره جایی صحبت کردم داشته باشه. من چی نمک بود ریختم توش. غلظتو ولش کن. نمک سوپ بچه‌ها گفتن کم بود. برای من اوکی بودش. اما خب دوستان دیگه اینو احساس مثلا کردن. خوش نمک‌تر می‌خوره. یاسر نمکتونه که اومد بریزه این نمکتونه سوراخش خیلی بزرگ بودش و نمیدونستش یکم زیادی یهو خیلی اومد. نمک رفت تو سوپش. من اومدم اصلا نگاه نکردم حالا تقصیر منم بود اومدم اینجوری کردم کل نمک ریختش توی سوپم بعد شور شده بودش بعد لیمو زدم روش آقای بشارتی گفتن که لیمو بزنیم ازش خوب میشه آردی من 2 تا لیمو نمره کم روش کن. ریخته بودم 2 نمره کم کن. بعد میگه نمره کم از کن. دیشب شام که خوردیم خونه کمره من هیچی نخورده بودم نگه داشتی ولی بیاره. خوردم 2 نمره ازش کم کن به دلیل گشادی سوراخ‌های نمک. واقعا اوکی میخوام غذا اسید رو دیگه بخورم تو این نمیاد. غذا اسید باید دعا کن خوشمزه ببین باشه اون رو گاز یه پیش دستی کوچولو
بخور دیگه. نه میخوام غذا اصلی بخورم. همینو میخورم. حالا تو سوپ تو نون نمیریختی تو کاسه میدادی نمیشد؟ بابا خوشمزه شده. عاشق تعریف کردن خودشم. اگه مزه شو مثلا عالیه. نمیدونم یه فلفل یا الکی بابا ایراد نگیر. این مزه‌ش همون به شیرش و خامشه که خیلی خوشمزه است اتفاقا به نظر من. قارچ دوست دارم. قارچ خیلی منم قارچ دوست دارم. ببین فقط قارچ دوست دارم. آره اونم دوست دارم. اصلا با بقیه‌اش کاری ندارم. با اینکه شروع شده دارم میخورمش. تمام کردم. میگه دمت گرم. پیش غذای مهدی مزهش بد نبود. خب نمکش خیلی کم بود، نمک نداشت. ازش نمک خواستم، گفت آقا بخور دیگه همینطوری. اصلا کلا کار به جایی کشید. اصلا من ناراحت شدم به خاطر اینکه همش یه جورایی داشت بی احترامی میکردش. به نظر من مهدی انگار خیلی براش طبیعیه این هر حالتها و این نوع پذیرایی و اینا. شاید احساس نمیکرد که مثلا باید بهتر از این میبوده. یه رده سنی کم تجربه است. ولی من فکر می‌کردم توش هم شیرینه. سوپ شیرین میشه ولی توش ببین اگه شیرین نیست اون صورت. نونه رو آدم نخوره اوکیه. وقتی میخوری شروع میکنم شیرین شدن و منم از قبل تو گفتم غذا شیرین زیاد جورم نیستم باشه. پیش غذای امشب خود مزه سوپ خوب بودش، اوکی بود. بعد توی یه نون سروش کرده بودن و این نون در اصل نون اشتباهی بود برای سوپ، چون معمولا سوپ که میریزن توی نونیه که ساوردو یا خمیر ترش داره. بعد این نون شیرینی بودش. به نظرم کامبینیشن درست نبود، ظرف درستی نبود برای این سوپ. آخه نونش نبود. من خیلی گشتم که نونی پیدا کنم خب که کاسه؟ شیرین نباشه و وا نره. اونایی که شیرین نبود اسم می‌کردن با خیلی نرم بود. میتونستی نون معمولی مثلا باید میذاش. این در اصل ساوردوه برای سوپ استفاده میکنن. ساوردوه هم تکسچرش فرق داره، همین که بیشتر چیزی هم. نه واقعا خراب نمی‌کنه. چه فرقی برای تو که برنده نیستی؟ چه فرقی؟ اینم صحبت. آقا بشارتی آقا پاکیو پاشید صورته. برنده منم تموم شد. تو که برنده نیستی یاسر جان. چرا بدم که نمیاد ولی خب به خاطر چیش خوشت میاد که برنده بشی؟ به خاطر غذای خوبی که درست کردی؟ نه به خاطر اون افتخارآمیز بودنش که مثلا 2 سال دیگه میگم من تو بفرمایشم اون سال بود من برنده شدم. نه من برنده شدم بابا. آره من وای برنده بشه. شدم. از هم تو بد بفرمایشم گفتا. شرکت کنی به هر کی بگی میگه او چندم شدی میدونی. خب مثلا بگی آخر یه جوریه دیگه. احتمال داره آخر بشی. بگو تو رده بندی من نیومدم. اولم آقای بشارتی فکر کنم دوم بشه. چهارم. نه پنجم. ایشون سوم میشن، تو چهارم میشی. نه من پنجمم. یعنی اینقدر کم دادی با کامرون که من کم ندادم. چی میگی؟ همینجوری گفتم. آها، کلا. باشه. یا از مهدی هم که تکلیفش معلومه آقای بشرطی یه ذره بد گفت. گفت بر چیش میخوای برنشی غذای خوبی که درست کردی. نگفت یه چی گفت تو روی طرف. آقای بشارتی دوم یعنی خودش لو داد. سوم. سر پیش غذا ما بحثمون کشیده شد سر اینکه کلا کی برنده میشه و اینا. فکر کنم من خودم هم شروع کرده بودم به خاطر بله. اینکه بحث کشیده هیچ نشد، چیزی تو آغاز سر کرد. جاش نبود. از اون شربتی که آورده بود خیلی زعفرون زیاد بود. بعد پیش غذاش نون شیرین بود. بعد من یادم افتاد گفتم بیام بگم مثل دیشب که تو اون گیم بردم. خب نفر اول این قسمت بفرمایشام گفتم من هستم. بعد آقای بشارتی دوم میشن. اینا رو ما همون سوم دیدیم. میشه، چرا باز مهدی چهارم میگی؟ میشه. یاسر منو سوم گفتش میشم. نمیدونم تو اولی عزیزم. چی به چی ازش برداشت نظر کنم. منم تو بعد اول بشی. اما خب دیگه نظرشه دیگه. شاید میخواسته نفر دوم کسی دیگه ای چیز باشه. بعد سوم من افتادم یا فکر نمی کنم یه چیزی دلیل گفت. خاصی داشتش که اون رقم گفته شد. آره جدی نگیر. نمیدونم یه چیز وقتی گفت که رد منو رو شد. خوندید آها. چی گفتید؟ من گفتم راست بگید. نه واقعا راستشو میگم. من گفتم مشروم دوست دارم، قارچ دوست دارم، شیر خامم دوست دارم. گفتم این ریسکیه، خدا کنه خوب درست کرده باشه. چه خوب بود. بعدی رو چی گفتی؟ اینو نگفتی ها. مایچه چی بود؟ برنج مایچه مثلا دیگه. چیه؟ نوشته بود فقط مایچه. مایچه سگ بود، گربه بود. چه سگ گوسفند بود. گوسفنده بود. من گفتودم بچه‌ها پرسنده چرا؟ مایچه چی؟ بعد بگیم مایچه. مایچه مثلا یعنی چی مایچه؟ مایچه فقط گوسفندی. نوشته بود مایچه. نه بعد برنج مایچه چیه، گوسفندی کجاست؟ بودش، مایچه مثلا گوساله بودش، سگ، گربه، بز. ولی سوال برانگیز بود. مایچه با چی؟ آره. مایچه با برنج. ولی
به تو نمیاد یه همچین غذایی درست کرده باشی؟ خیلی راحته ولی واقعاً؟ من تا امروز فکر میکردم خیلی ماهیچه سخته. کسی که درست کرد دیدی؟ اتفاقا دیگه گفتی چرا راحته دفعه بعد من خودم درست شما تو میکنم. پشت صحنه این ویدیو میبینید. دیدیم این دیگه. مدلی بود که خب ما همه هیچکی چی کمکت نکرد. نه چرا من که بلد نبودم. فرشتم خودش حتی رو برگه نوشته بود. گفتم چیکار کنم؟ گفت اول پیازا رو مثلا بریزی بعد اینا رو بچین همینجوری ولی دقیقاً. فرشته مثلا تو گفتی فرشته ریخت و درست کرد. نه اتفاقا فرشته گفت من همه ریختم درست کردم. بعد همین یه کوچولو مثلا گفت نمکش انقدر بریز، گفت ولی اون انقدر خداییش بریز. خیلی راحته. آره یه پیاز آقا من مامانم درست میکرد نگاه میکردم به خدا انقدر راحت بود. به خدا خیلی ماهیچه راحت بود. من فکر نمی‌کردم. من تا حالا درست نکردم ولی مامانم راحت درست میکرد. مثلا همین سوپه خب خیلی متریال داشت، قارچ داشت، خامه داشت، شیر داشت، بعد شیر رو بعد اینم فکر می‌ذاشتی بعد می‌کردی دوباره سخته، خنک می‌شد. ها نه درست کرده این فکر بودی کردم قبلا؟ راحته. درست ولی کردی اینو؟ نه من درست قبلا؟ نکردم. ولی فرشته برعکس درست آره فکر کردم ماهیچه مثلا باید خیلی سخت باشه ولی اون خیلی برعکس راحت. ببین تو چی درست کردی اگه اینو فرشته درست کرد؟ یعنی چی اینو تو چرا درست درست کرد؟ نکردی؟ چیکار تو مثلا چرا درست کردم؟ نکردی؟ من درست کردم اینو. نه گفتی فرشته درست کرد. نه من تمام متریالشو میدونم، امکان تمام نداره. مراحل ساختشو میدونم، همه اصلا میتونم جلو یه دور دیگه درست کنم. چون دیدی دیگه خب بلدم دیگه. دیگه یاد گرفته دیگه یاد گرفته. دیر یاد گرفته. دید یاد گرفت دیگه. فرق نمیکنه. فرق دیگه. نمی‌کنه؟ بالاخره یاد آقا گرفت. برنامه به فرمایشان با خودت باید آشپزی کنی. شما خانومتون درست منظور میکنه؟ نه منظور اینه که شما منظور اینه که از قبل آدم باید آشپز باشه که نه این که من خودت من درست خودم کنی، نه درست اینکه کمک بگیری. شما در کی گفته نمیتونی کمک بگیری؟ حالا یارو اومده گرفتی؟ قابلمه هم زده که اون درست نه دیگه نکرده. نمک و فلفل و نمیدونم ماشینش رو خودم چقدر اون باشه همه خودت خودم. تو ریختی. بایستا نگاه کن، من قربونت خودم. بشم. خدایی بشه خودم ایراد بگی. آره پسر جان سوپ قارچو فکر میکنم همه خودش رو دوست داشتن، از اون نونش ایراد گرفتن که شیرین بود و منم اصلا فکر نمیکردم کسی اون نون سوپ رو بخواد تست کنه، میدونی؟ چون من خودم چند بار رستوران رفتم و اینو مثلا ایده‌شو از روی رستوران‌های ایران برداشتم که تو تهران رفته بودم، بعد خودم هیچ موقع نشده بود نونش رو بخورم، واسه همین فکر می‌کردم کسی دیگه تستش نمی‌کنه دیگه. مگه ولی همه تو اولین هم؟ نفر کامرون خیلی ریزبین بود. فکر کنم شکرای رو شدی. شف. روش هم شکر داشته؟ واسرم از قصد بکنم خورد تستش که گفت اینم شیرین. آره و راست میگه وقتی شیرین رو با اون میخوردی خیلی مزه بدی میگرفت، ولی کلا سوپ خیلی خوشمزه. من خودم راضی بودم، خیلی باحال شده. همون خودت اصلا راضی همه چیش بودی؟ پرفکت بود. مثلا من خیلی دوست داشتم پیش غذامو. دست فرشته درد نکن. بریم سراغ من اگه الان چیز نبود تیوی نبود اصلا هیچی نمیخوردم. من خیلی چسبید. تمیز میگه چسبنا. خیلی حساس تو به آقای آقا بشارتی. بشارتی میگی آفرین. بهداشت مهمه حاجی داره میره تو. آره آدم بدن خودش رو دوست داره دیگه آفرین. نه باید احترام بذاری که بعد بتونی به بقیه بتونی به بقیه بله. احترام بذاری. آره درست. آره مثلا یه ذره طرز صحبت کردنش هم دوست ندارم. وارد اخلاقیات شد. آره تو راست میگی. این مدلی صحبت کردن اصلا درست نیست، چون بی‌ادبی همه بلدن صحبت کنن. من خودم استاده. بهش بگو الان اومد بگو من استاد بی‌ادبای جهانم، چرا با من بی‌ادبی حرف می‌زنی؟ میچسبه این چسب نه شما گیر بده، من زیاد گیر دادم. من اینجوری آره میکنم. میچسبه. آره به خاطر اینکه میتونست تمیزش کنه، یه اسپری تمیز کننده بزنه. حالا وا بده تو هم دیگه. فهمیدیم. حالا خیلی مونده تجربه جهان. آره آره جوونه باید بهش اخلاقش رو اول باید درست کنه. اخلاقش اول بود داره درست. اخلاقش رو درست کنه اول. همه متفق القول رو اخلاقت مشکل من داریم. خودم نوتیس نکردم که میز کثیفه، اما خب یاسر نوتیس کرد و نشون داد که اینجا مثلا نوچه در از دست بعد دستمال کشیده میشد و بعدش گفتش منم نظرم همینه که خب آدم یه دستمال بعد این میزو میکشید. فکر می‌کنم اینم عزیز فراموش کردن یا توجه بهش نکرده بودن. بله. اما خب به عنوان میزبان برای پوان میزبانی گرفتن این دیتیل هست که پوان بر آدم میاره و کاملا. اینو از دست دادش. ولی قشنگ یاسر اومده که دنده بده. یعنی هرچی هم میبینه بولدش میکنه و ببین که اونا هم نمره کم کنن. حالا درسته باید رعایت میکرد، ولی آره به قول تقرل تو هم وا بده دیگه. یه بفرمایید چام شرکت کرد، ما شهرونده خاص سوام شدیم. بذار آقا درشو بذار ورداریم ببریم. خوش گذشت. چی افتاد؟ قربونت برم. هیچی نیافتاد آیه. ببینم میتونی یاسر بریز خان، اونا، بشین. بریز. آره بریز اونا رو. میارم کمکت میکنم. بیار. بیا.
دیروز کمکم کردش، من کمکش کنم ببینم آشپزخونه‌اش چه خبره. ببر داشت مردی از فضولی آره دهنت تو مردی از فضولی آشپزخونه‌ت چه خبره اصلا بیا اینو بگی اصلا خود برو اصلا نمیام اصلا هیچ چقدر کردم بیا دو امتیاز دیگه هم کم ببر کم میکنم. ولی یه چیزی که یاسر میگه من از مدل حرف زدنش خوشم نمیاد، حالا چیزی که من دقت کردم، خب مهدی با کمرون و آقای بشارتی که اینجوری صحبت نمیکنه. خب تو خودت این نوع ارتباط رو باش برقرار کردی، وقتی بلند میشی میگی من میخوام دهن تو سرویس کنم، خب اونم با تو حس راحتی میکنه اینجوری با حرف میزنه دیگه. خب تو هم همچین خب خوب صحبت نمیکنی. اینا رو داره مثلا کمک میکنه. این رفت تو من دستم سوخت. ای بابا این همش میفته که میرفتی مثل من زغال درست میکردی میذاشی روی زغال بوی دود میگرفتش. این چقدر خوشمزه میشد. 4 تا دونه اینم 2 آره ساعت. خب منم واسه 4 تا دونه رفتم. واسه 4 تا دونه. آره فرشته تو چی کار میکنی هی میری هی میای؟ خانم فرشته نداره که. چیکار میکنی؟ خب بریم. داره جمع جور میکنه. دیدی کاملا. آقا ببین یه چیزی پیدا کردم. چی پیدا کردی؟ وایساد نه عجب آدم ایمونی. نه الان میگم چی. آقا نه گوش کن. جون من چیزی بگو بتونی رفتم به خانمش گفتم که ببین عجب سوپی درست کردی. گفت خواهش میکنم برسید. این گفت عجب آدمیه. من گفتم نه من درست نکردم. برنجش هم یه داستانی داره. برنج گفتم بذار ببینم پخته یا نه. خب رفتم جو آب زدم گفتم پخته. بعد مهدی گفت پخته؟ گفتم نمیدونم. خانومش گفتش که نه پخته هنوز بذار بمونه. خودش نمیدونه پخته یا نه. چه خوشحاله دیگه یا کمک خیلی گرفته. تو داشت نظر میداد که تدریگت اینجوریه تدریگت اونجوریه. دارم براش. مثل یه پروفشنال. آره عجیب. اسم منم گیر داد. میگه با یاسر با وای شروع میشه. به همه چی گیر داد. من به همه چی با گیر چی شروع دادم. بشه؟ خدا کنه ناراحت نشی دیگه. یاسر با وای شروع میشه دیگه تو اینجا. اینجا با وای شروع میشه. اینجا با وای شروع آره با میشه. چیز دیگه ایران اونجا نمی‌دونم. میگن اگه با جی باشه که میشه جاسر. آره قشنگ جاسر. چه خبره تو آشپزخونه چه یاسر. خبره؟ مثلا اتفاقا میگن این همه برای چیه؟ این چیزی که صدا میکنن. کامران. ببین تو به اسم منم گیر دادی گفتی چرا با وای شروع میشه. یادته؟ کی تو گفتم؟ خونه من شاهد دارم. بابا دروغ میگه. من آقا بشارتی بحث کرده بودیم آره هر روز مست بودی. گفتی یاسر چرا با وای شروع میشه. شما تبانی کردید قبل بیاید منو ایسکا کنید. دوست داریم. ولی من فشار نمیخورم. نمیخوری؟ چرا؟ نخور. چون واسه مهم نیست. واسه ما مهمه چون همه چی تو زندگی مهمه و باید مهم باشه. مثل نظافت اینجا مثلا واسه مهم نبود این میچسبه اونا رو از رفتی گرفتی سوار کلیم گرفتی آب گرفتی شیرین چون واسه مهم نیست. همه روال ما رو به ما بی احترامی کرد یعنی احترام نمیذاره به ما میبینی واقعا. آقای بشارتی؟ نه خب همه شاکی ان. من این وسط میگم آقا شما دوست داشتی آبو؟ آب نخوردم. شربت رو دوست داشتی؟ شربت نه. شما آب دوست داشتی؟ حالا چرا یارکشی میکنی؟ مهدی تو هم رعایت میکردی دیگه. ببین آب میدونی که من این آبش هم خوب نبود. آب شیرین و مزه لیمو داره. میوه هم آماده خریدی نه؟ آماده گرفتی. داداش من دقیقه 90 رفتم بازی. همون دقیقه 90 بودیم. من شب قبل تا 3 صبح دنبال لیدی فینگرز میگشتم. چی دقیقه 90 از 3 ماه قبل میدونستید بفرمایید شام شرکت میشه گفت همه میکنید. چی کم و کسر بود. این حرفا رو نداره. آب خنک نبود، آب سالید، آب معمولی خنک نبود. یه آبایی هستش که میفروشن اینجا توش لیمو اضافه کردن، شکر داره. اصلا همچین آبایی رو ما معمولا استفاده نمی‌کنیم. لیوان درست نبود، شاید نمیدونسته. نبود، هوا گرم بود. همه اینا دست به دست هم داده بود که شب خوبی نشه. اوضاع متشنج بود. بله اوضاع خراب ولی بود. این آبش واقعا شیرینه. این آبش آره یه ذره شیرین. کلا همه چی شیرین بود. البته منو تا حال ندیده بودم. شربت شیرین. یه چیز شیرین. خاصه بابا. این تفسیر تو نه، این گردنت نمیندازه. میزبانی مهدی به نظرم اوکی بودش. معلومه که زیاد مهمانداری نکرده اصلا نکرد. چون آبی که سرو شد مزه زیاد چی اصلا میوه نکرد. میداد و یه ذره شیرین بودش و اونم نمیدونستش. خودش کاملا نمیدونست چیا داره میاد و چی داره سرو میکنه. میزبانی بیشتر باید روش کار کنه. شاید مهمونی‌های بیشتری و بره به مدل‌های مهمونی‌های بیشتری که اکسپریانس بیشتری بگیره که چی کار آدم باید بکنه و سنش پایینه، جوونه، هنوز جا داره برای این پیشرفت نکته مهمه. کردن. این چقدر قشنگ، آروم، متین، محترمانه با شخصیت انتقادشو میگه، نظرشو میگه، خیلی هم شیک. یارکشی نمیکنه دیگه. همه چیزو همه داریم میبینیم دیگه چه خبره. اونا هم دارن میبینن. یاسر میخواد دیدی اینو دیدی. خب
دیگه وا بده. اینجوری پیش بره قشنگ دعوا میشه به نظرم. یعنی فکر کنم از همینجا قراره داستان بشه دیگه. حالا یه چیزی همه دیدن دیگه، ول کن دیگه. به هر حال طرف میزبانه، بذار تمرکز کنه. انگاری که داره از قصد این کارو میکنه که کلا تمرکز میزبان رو به هم بزنه یا یه جوری از کوره در بره که حالا داستان بشه. این سنه که گفتی منو اذیت یاسر، کرد. حالا که داری تنازی میکنی بیا 4 تا حرکت بزن تا برنج دم میکشه ما سرگرم شیم. آره بازی کنیم. آره چون تدیگش هنوز نگیره. البته بعید میدم تدیگش خوب در بیاد، ولی خب بذار. هدیه‌ای که بهت دادم کو؟ اون داخله. اون چیه؟ بعد بازش کنیم میتونیم اونو بزنیم توپا پرت میشه میره بالا. اونم باحاله. ولم کن. گیمی که بنده امروز برای شما تدارک دیدم یه گیم تدارک کاملا دیدی؟ قدیمی و کلاسیکه. بفهمیم بزن اینجا. یکیش هم اینا. نه یکم بذار پیش این خودت که گیم خیلی گیمی بانمک. نیست به جز بازی پانتومیم. واو پانتومیم. هم راحت آقا هم کلیشه‌ای شد یه بازی خوب دیگه. نه بازی شما خوبه. او مای گاد. آره او مای گاد. او مای گاد. تو آشپزخونه کلکلم هم قشنگ. کباب و آره. خب یا سلام چی شد فرشته؟ خب، اما پخ، نمیدونم نپخ، چیه. یه کاری دم بکن کشید، دیگه. هر چی نکشید. میرسه. شعله حرف داره جایزه نمیده، میسوزه. نمیده. چی روش نیست. کامرون چطور پیش میره؟ برو یه کاری بکن. مثلا اگه من خب حتی اصلا تا بال تو همچین چیزی نبودم، نمیدونم علاش چجوری در بیارم. میخوام بگم آها یه جاه نکرده، یه انجام نداده. شغله. شغله شغله. یه آها آفرین ازش در یه بیار. بده من ببینم چیه حالا. نه ببین نه، تو اوکی. آفتاب داری میگیری؟ میخوابی خب بعد دیگه چی؟ بعد اینجوری بعد میخوابی یه هر شغله؟ میتونی بزنی. بعد دراز بکشی رو زمین خب بعد میخوابی دیگه. نه داری حرف میزنی تو. مردی نه مرگ گرده. بدتر. خب نمیشه بعد صدا نمیشه داد. نه هیچ کاری نمیتونی این چیه؟ بکنی. پانتومین. ببین دارم میگم نه نمیشه باطله. این یه چیزی که نمیشه یه چیزیه. من هم به بتونی شما نشون نه بدم. بذار من ببینمش. ببین تو آره برو. بدونی که یه کلمه حرف بزنی ببینم چجوری. اگه تو نتونستی نگو بده شاید آقای بشارتی بتونه. آره هیچی نگو اگه نگو بذار جالب. شغله؟ الان همه دیدید که فقط آقا بشارتی نمیدونه بده چیه. نشونم ببین. چرا میتونی؟ میتونی من میتونم. خب بذار من تا بال تو نبودم شما تو ببینی همچین که جایی. شما همه بذار می‌دیدن نمیده دیگه آره همه دیدن. اما دوربین نیست. همه دیدن. آره همه دیدن. خب من نبینم. نه واسه بیننده‌ها بهتر همون. می‌کنم. خب چی آقا بشارتی؟ نه این ادایی نداره در اصل. بگیم چی بوده دیگه. بهترین ادا شما نگیم ولش کن. این اصلا باطل کن یکی رو. نگیم کلچره کلمه بگیم رادیولوژی. آقا رادیولوژی رادیولوژی. قبل از فضای اصلی آورد عنوان کرد. اصلا نمیتونم اسمی براش بذارم. یه سری کلمات رو نوشته بود گذاشته بود که حالا پانتومیم کنین این کلمات رو نفر بعد پانتومیم بوده میتونه دیگه. پیدا کنه چی بوده؟ که خوب بود؟ بی نهایت لوس بود. لوس بود. ببین رادیو رو میتونستی در بیاری ولی لوژیش دیگه در لوژ. نمیومد. آقا بشارتی کلافست قشنگ. برگرمی رو باید بریم از صابخونه یه بار دیگه بپرسیم که چی بود. راستش ما هم نفهمیدیم سرگرمی چی بود چون قرار بود پانتومیم باشه اما به نظرم فکر میکنم بازی پانتومیم نبوده. یعنی اون کسی که اینو نوشته که اونا فرشته بوده بازم چه کلمات فکر میکنم شاید بازی سختی. یه چیز بازی دیگه در نظر داشته اما به عنوان پانتومیم گفتن چون اون واقعا اصلا نمیشد اجراش کردش. پانتومیم نداره. باید ورب باشه پانتومیم مثلا drinking water این چی مثلا آخه کسب و کارو چطوری میتونی جمع کنیم. بیا سه کارآفرین چی کارآفرین که نمیتونه پانتومین کنه. ببین این گردشگری. این بازی چیز دیگه ای بوده. سرگرمی ولی اصلا کلماتش به نظر من سخته. اصلا جالب نبود عجیب غریب بود روش نوشته بود نمیدونم رادیولوژی یکی نوشته بود حالا فکر چه انقدر کنم- شاکی؟ چی نوشته بود خدایا این یه مدل چیزای عجیب غریب پانتومیم. نوشته بود کلا اصلا ربطی به پانتومین نداشتش نه سرگرمیش هم جالب نبود اصلا خوب نبود حال نکردم راستش رو نه چون اصلا بازی نکردیم هیچ جایزه‌ای هم نداشت اصلا خودش هم گفت جایزه نداره ما حتما باید جایزه فقط داشته باشه. سرگرمی بوده. یه سری پانتومیم هست بعد مثلا ضرب المثل بگی اون ضرب المثل رو پانتومیم اجرا کنن. چیکارش یه کنم چاقو اینو؟ بنداز دور درش یکم دقیقاً. هواشو بگیر. تو زندگی چی کار که فقط پیاده راه افتادی اومدی؟ هیچ کار دیگه ای نکردی؟ آها بیا یک نیرو میخوام بگیرم. چیز دیگه ای بوده. کی بود؟ اون کی بود اومد در شیشه هواپیما راست آقا میگه. یه نفر تو آشپزخونه گل کی بود این؟ چی بود؟ کمک ها از دست غیب میرسه.
آره این دستمال هم مال توالته. دستمال توالته. آره دیگه. دستمال توالته واقعا. آخه بهش بگو. اونو من تمیز کردم. تو بهش بگو، ما که رومون نمیشه. تو بگو چرا آقای بشارتی آشوبه کلا. بد میشه بعدا. ما وقتی سر میز نشستیم من متوجه شدم که اون دستمال کاغذی که گذاشتیم ما استفاده کنیم دستمال توالته. خب این خیلی بده. اینو من یعنی گفتم. اصلا حالت بسیار بدی داره زشته. که من به یاسر گفتم، یاسر اول باورش نشد. بعد وقتی برداشت نگاه کرد دیده آره دستمال توالت. خب دستمال توالت آدم جلو مهمون نمیذاره. اگر نمیذاشت بهتر بود تا اینکه دستمال توالت خدایی راست میگه دیگه. کاش دستمال توالت نمیذاشتی. دست تو بعیده این گذاشت، تو چرا گذاشتی بمونه؟ بابا 2 تا دستمال دیگه به نظر من مثلا درست نیستش. دستمال کاغذی دستشوییه. حالا میدونم تمیزه اما خب برای مهمونی آدم داره، بعد کسایی هم که نمیشناسی مسابقه هم هستش، اون دستمالو صحیح نیستش. دستمال توالت تا شده سر میز باشه. آره یه کلینکس دسته کلینکسی بسته پیش شما باشه؟ نه تانک یو. یه چیزی که جالبه الان نظرمو جلب کرد، آقای بشارتی موقعی که نشسته سرمیز متوجه شده که اون دستمال دستشوییه، ولی خب چیزی نگفت. منم باشم یه چیزی ببینم نمیگم، هی تو چشم بقیه نمیکنم ببین ولی اگه یاسر بود که الان بیچاره کرده بود طرفو، که الان دیگه فهمید دیگه. منم باشم حالا میخوام امتیاز بدم یا نظرمو میپرسن جلوی دوربین توضیح میدم، انقدر جو رو داستان نمیکنه. حالا قطعا سر اینم یه داستان دارن. یاسر آقا بشارتی حساسه. فراد جون من پوزش میدونست دستمال توالته تا کرده بود. بعد من اینجوری بازش کردم، اینجوری آویزونش کردم آره دستمال توالته. بعد خوب نبود راستشو بخوای، اصلا هیچ چیزش سر جاش نبود. غذا هم که طول کشید. بعد ما رفتیم تو یه ذره فضولی کردیم و تا غذای اصلی رو بیاره. اصلا چرا شرکت کرد؟ حالا اینجوری فرشته جون درگیر یه کاری نشد. ناراحت نشی ها. نه بابا من به خدا دوستش دارم، فقط به خدا دوستش داری که پشت سرش ترکوندی. به تو خب میرسه. باید گیر بدم دیگه. سلام خوب هستی؟ گفتی بیا اینجوری کن. کثیف بود. نه غذاش خوبه واقعا، دستپختش خوبه. نه خدا میخوام بگم همونجوری که بچه‌ها گفتن از قبل یه سری مثل پیازا اینا. آره. مثلا نمک و فلفل و مثلا زعفرون نه همه چی برنج خودش. کی من تدیگ فقط میشه. تو فیلم ها هست میگفتم اینو بریزیم اون دیگه خودش انجام بده. اما مثل اون برنامه بود موشه. دقیقاً این موشه توی داری میگی. آره دستش همونه. آقا اینقدر کمتر بیشتر. دیگه آقای بشارتی بیاد ببینه تو دستکش دست نیست دیگه، لب به هیچی نمیزنه. مهمه چقدر زعفرون بریزی، چقدر آقا من به خدا همینجوری دارم میریزم. نه خب ای بابا نه دیگه. برنج هم همینجوری گفتش که نه الان باید تدیکش آماده نیست، یکم دیگه باشه. وقتی پرسید آماده است ایشون گفت نه. فیلم راتاتوی تموم شد. راتاتوی اگه ندیدین فیلم راتاتوی رو برو ببینید. این آماده است. باشه. امیدوارم یعنی آماده باشه چون بریم دیگه. دستون درد نکنه. به زودی میخوره. بفرمایید. تنها کسی که هیچ نقش و هیچ تأثیری تو این برنامه تا اینجا نداشت امشب خود مهدی بود که میزبان بود. بریم سراغ خوراک کسب کاری. ماهیچه. ریختش که خوبه. ماهیچه. با برنج سفید البته، ولی گفتن ماهیچه، نوشته ماهیچه. پلو بره رو ماهیچه میز ببینیم دوستان میپسندن یا نه. یکیمون کمه. البته مهدی که تو آشپزخونه است، کامرون کو؟ دوربینشون میدن. دوربین هم نشون میده. سره کرده. یه ذره باید تمیز میکرد دیگه. آقا اشارتی نکنی کارو. غذای اصلی نوشته بودن ماهیچه که ما مونده بودیم این وسط ماهیچه یعنی چی؟ خب ماهیچه است، ولی ماهیچه رو معمولا به تنهایی سرو نمی‌کنن. گفتم شاید داره ابتکاری به خرج میده، ولی دیدیم که زرش بالا بود، به خاطر اینکه یه ذره زرشمون بالاش بود، زیرش برنج سفید بود. غذای اصلی اومد رو میز، به نظرم دیزاین خاصی نداشت چون برنج بود و فقط بعد گوشتم بغلش بود. یه لیمو هم بودش که اون لیمو هم به نظرم جاش اونجا اصلا نبود روم پلیت. سو نه حال نکرد. خب برید که من بیام. چی گفتی؟ پیش دستی؟ چی گفت؟ پیش دستی میخواد آقا بشارت. نه من چیزی پیش دستی میخوای شما؟ کمره. پیش دستی میخوای؟ میخوای؟ برای سیرینا؟
نه ولش کن نمیخوام. من نمیخورم دیگه چرا ادا در میاری آخه پیش دست کی سی رو میذاره تو پیش دستی آخه ما میذاریم اگه شما صلاح دیگه باید بدونی. بیاری دیگه. راست میگی نه وایسا میارم الان آره من پیش دستی خواستم از مهدی فرشته بیاره دعواش به کرد. خاطر اون سیر و سالادی که آورده بود. دوست داشتم یه پیش دستی هم باشه، اون پوست سیر رو حداقل بذاریم توی پیش دستی. گفتم مهدی پیش دستی نداری؟ بعد گفت پیش دستی میخوای؟ بابا پیش دستی میخوای چیکار کنی؟ بعد من گفتم اوکی هر جور دیدی راحت اینا رو؟ ولی پیش دستی لازمه. خب پیش دستی میخوای باید خودت بگی پیش دستی میخوام، حقم داشتی، باید پیش دستی می آورد. ایشون هم به عنوان میزبان وقتی مهمانش چیزی میخواد یه چونه نباید بزنه، باید بیاره. ولی چیزی که اون به نظرم باعث شد اونجوری جواب بده اینه که تو خودت نمیخواستی بگی، داشتی هی نخ میدادی به آقای بشهردی بگو پیش دستی، پیش دستی نداره، بگو پیش دستی بیا. خب بگو من پیش دستی میخوام. اونم به عنوان میزبان نباید چونه بزنه، مهمانش چیزی میخواد باید بیاره دیگه، چه چونه میزنی مهدی؟ بعد پا شد رفت پیش دستی هم آورد. همه رو دیدیم. نکته ای اگه پیش هست دستی من اون سوخون رو خوردم یه جایی باید بذارم دیگه. نمیذارم تو جیبم میخوای بذارم. میذارم تو جیب خودش هستن. میخورم میذارم تو بشقاب خودش. واقعا میخورم میذارم تو بشقاب خودش. نهدا میگه نه اگه تو دوست درخواست کردی باید برات میآوردش. نه راست میگی سی رو باید پوستاشو بریزیم یه جایی الان که فکر کردم به منطقی فرشته توجیهت کرد. پیش دستی میخواست و مهدی گفت پیش دستی میخوای چی کار؟ نداریم ولش کن. و به نظر من درست نیستش وقتی که مهمون یه چیزی میخواد دلیلش فرق نداره برای چی میخواد و میزبان هستی بدون سوال باید آدمون پیش دستی رو هر ریکوستی دارن انجام بده. چیزی که من به گفتم. عنوان هوست به عنوان مهمان دار. او این شده یا نشده؟ شده. جدی میگی؟ آره. الان یاسر یه چی ازش میکشه بیرون. یاسر جان بگو. چشه داداش؟ من فقط با اخلاقت مشکل دارم. همه چی رو میگی حالا بخور دیگه، حالا برو دیگه. حالا گیری نده. هیچ که دوست نداره واقعا. جدی؟ آقای بشارتی هم ناراحت بی شد. احترامی کنه. ای بابا. آره. نه بابا شوخی کردم یاسر جون. من که ناراحت نمیشم کلا ولی کلی دارم. ناراحت شدی دیگه. نه من ناراحت شدم ولی کلی دارم میگم. نه بابا نه اینجا میداستم چیه؟ پیش دستی چون اینجا ندارم چون خونه خودم که نیست اینجا پیش دستی ندارم دستمال ندارم هیچی ندارم از اون نمکم نمیدونستم اینجا اونجا داره خونه منم نبود. بابا تو خونه دوسته توی زندگی میکنن نه همه چی خریدم آوردم. حتی اوه. میز و صندلی و بشقاب و پیش دستی قاشق چنگال آفرین. نمک. چقدر اذیت شدید سر این بفرمایید شما خب شرکت یعنی نمی‌کردید. تو خوبی تو برنده شی. این ببین این چیزی که الان گفتش مثلا این خوب نیست این مدلی صحبت کردن. گفتی همون اولش گفتی من نه خب من متأسفانه اینجا همون نیستم. اول من که نه آخه میگی تو خوبی آوردم من نه بهتون نکن. گفتم میگی تو گفتم آقا اینجا خوبی خونه من حالا نیست. تو برنده شی. من نمیدونم آخه این حرف درست نیست این مدلی صحبت کردن. بحث ما خیلی علکی بود مثلا یاسر یه چیزی گفتش که من پیش دستی میخوام بعد من مثل بقیه چون من به یاسر خیلی احساس نزدیکی بیشتری میکنم اینه مثلا وای داداش یاسر چطور رو چه حسابی؟ من میگم آقا یاسر چقدر چیزی میخوای دیگه همچین چیزی گفتم رد شدم بعد که برگشتم اون خیلی یهو دیدم جدیه بعد مثلا با کامرون داره میگه آره من ناراحت شدم و این چرا مثلا به من احترام نذاشتید و من اصلا باورم نمیشد یه دقیقه من میگم مدل صحبتی که داره میکنی خوب بابا نیست. میگم یاسر من همون اول که اومدم گفتم اینجا خونه من اینو که دیگه هر دقیقه نمیتونم بیام بگم ربطی نداره نه اصلا نباید میگم اصلا ربطی نداره مدل بعد صحبتی آها. که داری یه چیز دیگه هم میکنی میگم. خونه تو کاری نداره. نه یه دیگه هم میگم من خونه رو تازه دیشب اومدم توش آخه مثلا روز خودشم دید مثلا آب رو میز نبود من شوخی میکردم میگفتم آبیام بردار میگه بیا برو تا یخچال بردار میدونی ایراد نبود دیگه ولی اون نمیدونم حس میکنم شاید هم داشته شوخی میکرده منو دست بندازه نه جدی کاملا جدی. نمیدونم واقعا ولی مثلا تو منم اتاق جدی چی بود. میگه ولی من حس میکنم یه کوچولو ناراحت شد ولی من واقعا داشتم شوخی میکردم حالا امیدوارم ناراحت نشد باشه دیگه هر سخن جا و هر نکته مکانی دارد. یلخی با هم برخورد میکنید اینجوری میشه. ببینید اگه راستشو بگم ناراحت شدم گفتم از رفتار مهدی کلا ناراحت شدم اصلا رفتارش از اول تا آخر اصلا درست نبود اصلا پیش دستی باید روی میز باشه ولی متاسفانه اصلا سوای پیش دستی نداشت و با منت رفت پیش دستی آوردش و من ناراحت شدم. معلوم بود. طرفم این بخرم غذا بیار چطوری خوشمزه میشه با برخورد خوب
صابخونه واقعا. یعنی اگه غذای بدم بذاری جلوی مهمانت کسی ایراد نمیگیره، کسی به شما نمیگه آقا این بشقابش اینجوری میزه چرا کوچیکه یا بزرگه. مهمترین چیز رفتار صابخونه است. بله عزیزم. کف سنگین شد. حالا اینکه مثلا اینو کف سنگینه. منم سکوت کردم. نه من به شوخی دارم میگم، نه اینکه بگم بخور. خب نه آدمو به شوخی حرفاشو نمیزنن. خب حالا نمیدونم. حالا غذا تو بخور یاسر، ول کن. بزرگتر سر میز نشسته، تو هم با دهن پر انقدر حرف نزن. آیه مهدی خان بابا فرشته بیا اینو جمعش کن از سر میز. اصلا نمک نداشت، بی نمک، و یه کاسه بزرگم سوپ آورد، گفتش که این به اصطلاح از این استفاده کنیم، برنج رو با این شلم شوربا بود. خوشم نیومد. دوست نداشت. غذای اصلی من دعا میکردم که غذای اصلیش حداقل خوب باشه، مثل پیش غذاش نباشه یا مثل شربتش نباشه، ولی متاسفانه غذای اصلیش هم زیاد خوب نبود به خاطر اینکه نمک نداشت. بازم زعفرونش خیلی زیاد بودش. روی برنجش هم به ذره زرش ریخته بودش. ما نفهمیدیم این زرش پلو بود، مایچه بود یا چی می‌خواست درست کنه. هر چیزی دم دستش بود دیگه ریخت دیگه. گفت بدین بخورم برن. اصلا رفتارش هم یه جوری بود، هر چی ازش می‌خواستیم فقط میگفتش که حالا خیلی خوب دیگه، حالا اوکی دیگه، حالا بخور دیگه، حالا گیر نده دیگه. نه بد نشده، خوبم اونقدر نشده. خوب شد. یه دست با توالت میده با نه بدش کن. بشین باهاش ناراحت میشم به خدا. نه سالاد بزنید. غذای اصلی امشب ماهیچه بود. ماهیچه معمولا خب با باقالی پلو توی ایرانیا یا شویت پلو. این برنج سفید بود، بعد برنج زعفرانی با زرش روش بود که یه ذره برای من عجیب نه. دابال این مدل رو ندیده بودم و گفتم این زرش پلوه. گفتش نه زرش پلو نیست. گفتم زرش روش هست. نه زرش پلو. گفتم اوکی باشه. تزیینش بوده. برنج خودش نمک زیادی نداشت، نمکش کم بود که مجبور بودم یه ذره اد کنم. خود گوشتش نرم بودش، پخته بودش. از لحاظ مزه من خیلی هپی باش نبودم چون دارچینش زیاد بود. دارچین زیاد ریخته بودن که یه مقدار تلخ شده بود. ته تلخی، مزه تلخی داشتش. بعد اون آب گوشتی که داشتن یه مقدار از اون ریختم روی برنجم، اما انقدر زعفران زیاد داشت که کل برنج زعفرانی شد. اون آبی هم که آورده بودش اصلا نفهمیدیم اون چی بود. بعد دورش هم همش کثیف بودش. اصلا میدونید چی بود؟ کلا اصلا رعایت نکرده بود به هیچی، فقط خواست همینجوری جمع کنه بره. فرشته این گوشته هیچ چیز سر جاش نبوده که. مهندس ناظر داشتیم مثلا. ای بابا مرسی از غذای خوشمزه. خردندون داری؟ نه هیچ ندارم. بذار بره پایین آخه. نه ندارم خردندون. اگه خونه خودم بود خیلی راحت تر بود، همه چی داشتم. منم واقعا دستمال بزرگ مثلا نگاه کن کارم. حالا اینو مثلا وقتی دستت کثیف میشه بعد یه چیزی باشه تمیز کنی. دستتو به نظر من برو بشور با اینجا تمیز کن. نه بابا نه. زعفرونی واقعا تمیز کرد. زعفرونی نکنیش فقط. دستم بشورم بیا. اوکی. بیا برو. خب میگه دستمال میخوام، میگه پاش برو دستو بشور. عالیه. این روی میز که خیلی چیزا کم و کسری داشتش. مثلا ما اومدیم همینجا توی اتاق، من گفتم دستمال میخوام، دیدم اینجا دستمال از دستمال توالت بود. گفت آقا این تمیزه، همینو آوردم. گفتم بده من میخوام ببرم روی میز. گفت تو رو خدا روی منو نبر. گفتم نه من میخوام ببرم به بقیه هم نشون بدم. بعد آوردم روی میز، دیدم داره خودش میاد، گذاشتم پشتم اینجوری قایمش کردم تا مهدی رفت گذاشتم روی میز. خب ما که دستمال رو دیده بودیم، اونم ازت خواهش کرده بود نیار، برای چی آوردی؟ خیلی چیزا کم بودش، کم و کسری زیاد داشت واقعا. مدرک جرم آورد. واقعا هم سخته آدم خونه خودش نباشه و بخواد مهمونداری کنه، چه برسه دیگه بفرمایید شام هم شرکت کنه. سخته دیگه، ولی خب به هر حال یه سری چیزها رو آدم باید در نظر بگیره. به هر حال مسابقه است. حالا مهدی فکر میکنم شخصیتش این مدلیه که اگه خودش تو خونه یکی از این آدما اینجوری ازش پذیرایی میشد خیلی گیر و گور نداشت، یعنی انقدر حساس نبود و وسواس نداشت، همونطور که شاید خیلی کم و کسری‌ها رو تو خونه خود یاسر و کمرون حالا به نظر خودش اومد و ولی نمره هم کم نکرد. گفت دلیل نداره من نمره کم کنم. ولی خب دیگه کم و کسریایی که الان داره توی شب مهدی به چشم میاد یکم زیاده دیگه، باید یکم بیشتر دقت میکردن
کردن. حالا سختی‌های خودشونو داشتن، خونه رو دیر تحویل گرفتن، همه اینا درست، ولی خب شاید با یه برنامه‌ریزی بهتر میشد که یه کم از این داستانا رو کمتر کرد. به هر حال اونا هم زحمت کشیدن. یاسر هم خونه خودش نبوده، میگه خیلی وسایل رفتم خریدم، برنامه‌ریزی کرده. کامرون خب همینطور خیلی چیزا رو در نظر گرفته و خب دیگه اونم برای رعایت میکرد دیگه. بریم سراغ بخش خوشمزه و دسر که امشب به سر بیاد. امیدوارم هر چه زودتر دسر شکلاتی. میگه به سر بیاد. شده؟ آره سیف اگه شده. تو درست کرده باشی خودت میفهمی شده یا خب این اسمش چیه؟ این چون نوشته بود فقط شکلاتی. بهتی دوست ندارم ناراحت شه. ناراحت نشی. اینم ناراحت میشه. این چی هست؟ همه ناراحتیم الان. چیه واقعا؟ اینو بهش بگیم چیه؟ و بپرسیم. بزنم ببینم نه چیه. میدونم من متریالش چیه؟ اسمش چیه؟ میخوای برو بپر. خب همون شکلاتی اسمه. خب چی گوگل هم شکلات؟ مثلا من سرچ کردم واسه یاد گرفتن داده میدونی چیه؟ شکلاتی. تو رسیدش اسم نوشته. این تو رسیدش نه. رسیدش نشون بده نوشته. این پاناکوتا. الکی. نمیدونم برو چک کن. برو رسیپیش. چون مثلا تو رسیپی که بزنی تو آنلاین بزنی شکلاتی که چیزی من نمیاد. چرا؟ من نوشتم دسر شکلاتی. دسر شده. این پاناکوتا است. نمیدونم چیه. کاش میدونستم شف کامرون میگه پاناکوتاست. آوردن سرو حالا کردن. شاید پایه‌اش کوتاست ولی چاکلت پاناکوتاست. بود. منتها دارک چاکلت استفاده کرده بود 95% اوه. که اصلا شیرین نبود، تلخ بود. زیاد جالب نبود. من دوست نداشتم. سوپ شیرین بود این تلخ. چیزی رو گردنته. چی؟ ببین ژلاتین توش زدی آره شرطی توش دادم. و کریم هم داره دیگه. هم چیزای کوچولو کوچولو. این ژلاتین باشه و کریم داشته باشه پاناکوتاست. اسم اصلیش از پاناکوتا. ببین همین چیزای کوچولو الان میخواد نرمه چیزای کوچولو تو ژلاتینی که درست حل نشده. من درست حل نشده. آره. دسر امشب شکلش اوکی بودش، دیزاین خیلی خاصی نداشت چون توی یه لیوان مارتینی گلاس بودش و یه توت فرنگی هم روش بودش و وقتی که خوردم به نظر من پاناکوتا بود و دسر ایتالیاییه. ازش پرسیدم این توش کریم داره، ژلاتین داره، اینو داره؟ گفتش بله. گفتم پس این اسمش پاناکوتا است چون خودش نمیدونست اسمش چیه. گفتم این اسمش اینه. دسرش اوکی بود، خنک شده بود چون این زمان لازم داره، اما شکر یادشون رفته بود اضافه کنن به دسر و به خاطر این اون جوری که باید بودش نبود. ای بابا شیرین چرا نیست؟ شکر نزدی. از اونا میپرسی؟ شکلات تلخ 90% دسری زدی که مهدی بهش. درست کرده بود، البته دسری که ما باید بگیم دوست دخترش درست کرده بودش که خودش هم لو داده بود. من چاکلت دوست ندارم کلا، ولی خوبم درست نکرده بود. مثل که از اون ژلاتینایی که استفاده کرده بود خوب حل نشده بود، اون تو بود، بعد خیلی تلخ بودش، اصلا شیرینی به هیچ عنوان نداشت. کامرون هم دوست نداشت، آقای بشارتی هم دوست نداشتش. نه دسرش هم اصلا خوب نبود واقعا. پس هیچ. چی گرفته؟ خوشگل شده فقط. 3 مرحله پخت و پس کردی، یکی از یکی آموزه. خوبه. بالانس ژلاتین چون کم بریزی سفت نمیشه، زیادی سفت بریزی خیلی سفت میشه. این اوکی اونجایی که باید باشه. اینو رعایت کردی. درصد ژلاتین رو درست ریختی. بگو من دیابتی که درست کردم. فکر میکنم که همه امشب از غذا انتقاد بکنن چون مثلا دسر انتقاد کردن. انتقاد خوره، میدونی مثلا تو تلخ اصلا هیچی نگو، ولش کن. هر کی باشه دیگه میگه آقا این تلخه. انتقاد که ولی چه کی از همه عرض بیشتر انتقاد کنه؟ فکر می‌کنم یاسر از همه بیشتر انتقاد بکنه، مثلا بگه این تلخ بود، این کم بود، اون زیاد همه بود. انتقاد کردی. کلا از شب شدیداً حس میکنم انتقاد بکنه چون دیگه سر شوخی رو با هم باز کردیم. فکر کنم نه الان بگیره روم، نمیدونم حالا معلوم. گرفته همه روتن خلاص. آب خونه نه، کمان بوده روتن. واقعا. نه واقعا. برم به یخ بیارم. نه این شیرینه دیگه. بابا بشین، تو میخواد پاشی من ناراحت میشم. دوست ندارم بری یخ بیای. میخوام یه انبار یخ خریدم آب بیارم. خب شاید اون یخه خودش آب شد، بعدم میریم میخوریم. من بیام باهات کمک کنم با هم بیاریم. بریم با هم بیاریم. یا ببینم چی دارم. من به مهدی امشب نمره نشون بدم. بده دیگه. 5 رو میدم. 5 خوب دادی. به خاطر اینکه مهمان نوازیش خوب نبود و از رفتارش هم زیاد خوشم نیامد، از مدل صحبت کردنش منم و دوست کم و نداشتم. کسری خیلی زیاد بود. از شربتش خوشم نیامد، از پیش غذاش خوشم نیامد به خاطر اینکه نون شیرین داشت، بعد پیش دستی نبود روی میز، دستمال کاغذی نبود روی میز، بعد آب شیرین بود، آب خنک نذاشته بود روی میز
و در کل خیلی چیزاش کم بود. حالا من بخوام بگم فکر کنم باید تا آخرش من صحبت کنم، ولی خیلی چیزا کم و کسری داشت. من به خاطر اونا بهش امتیاز 5 میدم. خیلی این خب یه 5 تا اینجا نصیبت شده مهدی. یه 5 گرفت. دو بخورم سن نداره میره بالا. یعنی دورتر و دورتر. خب دوستان من دیگه این دسر رو نمیخورم واقعا. این دسر یکی تو بس اصلا همین شهر خوردی. من خب شکلات خیلی دوست دارم. تو دوست کاملا داری. خیلی دوست دارم اما خب آره ولی من حجمش زیاده، یکم سایزش زیاده. اگه شیرین بود میخوردم کامل. خودت هم کم آوردی تو دسر خودت، از بقیه چه انتظاری می‌کنی؟ نمره که من به مهدی جان میدم 4 هست 4 و نمیتونم اعتراض کنم. دلیلش هم تو هم این 5 هستش میدادی که حالا. همونجوری که گفتم میزبانیش یه ذره کار داره، یه ذره میتونست بهتر باشه. غذاش کمک زیاد گرفته بود، یعنی یه ذره بیشتر از کمک بودش. راست و میگن دیگه مهدی. غذاش طول کشیدش، دسرش کامل نبود چون شیرین نبودش و پیش غذا نونش نون درستی نبود، نون شیرینی بود برای سوپ با نمکدار. بعد به خاطر این چیزها و میزبانیش که کامل تکمیل نبودش، من نمره 4 رو بهش میدم. خوب دادی، زیادم دادی به نظرم. من از شب خودم نسبت به خودم راضی بودم واقعا. فرشته خب خیلی بهم کمک کرد. اگه فرشته نبود واقعا خیلی بدتر از این حرفا میشد. نه حتی بعد که نبود یعنی بعدی میشد. ولی امشب خوب بود در کل. غیر از دسر که میگم کاش شکر اصلا یادمون رفت. ولی بعید میدونم کسی بالای 8 بهم امشب نمره بده. فکر می‌کنم همشون نگاه میکنن 8 کم و کسری‌ها رو، چی کم بوده، چی رو دوست داشتن، چی رو نداشتن. اصلا فکر می‌کنم آقای نرو بشارتی اون 8 بده. سمت. 2 نمره به خاطر مثلا دسر رو مثلا نبودن آب مثلا شاید رو میز کم بکنه. چه دل خوشی داری. امشب یکی از اون شبای خوب بود برای اینکه با آقا بچه‌ها بشه همه چند؟ دوره هم بودیم و اینا خودش همش خاطر است. فرا امشب جون ولی چند؟ قسمت میزبانی مهدی خوب نبود. همه چی پس و پیش، بله بی‌نظم، به هم تمیز ریخته. نبودن. این اصلا نه. کلی همه چی رو زیر سوال میبره. بله. و چند؟ نمره‌ای که به مهدی خواهم داد 2. شماره 2 و من فکر میکنم 2 هم تازه زیادشه ولی زیاده. 2 رو میدم. آقای بشارتی فرشته خانم زحمت کشیده، همه زحمت دست شما درد اون خانم کشیده بنده خدا و این بهترین نمره‌ایه که من میتونم بهش بدم. دست 2 شما درد. دیگه من سپاسگزارم، خیلی شرمنده‌شم کمه. بود واسه. توی مسابقه رقیب من فکر میکنم آقای بشارتی باشه. تو چه شادی. به خاطر اینکه مهدی اصلا کلا اوت شده، من مطمئنم. کامرانم که میدونم سوم میشه، ممکنه چرا؟ دوم یا سوم بشه. آقای چرا؟ بشارتی، فقط آقای بشارتی ممکنه رقیب من باشه. از این میترسم فردا بهش نمره کم بدم. خدا کنه که یه چیزش مشکل داشته باشه. فردا با مهدی و کامران میخوایم با هم دیگه تیم شیم، میخوام اینا رو بیارم تو تیم خودم، 2 تا ناخن اینجوری کنم کلا بزنیم بهتر کنیم. من برندشم بریم. تیم بازی چیه؟ این کارا چیه؟ برو غذاتو بخور، نمره‌تو بده. دوستان شب به پایان رسید. دیدید 11 امتیاز بیشتر 11. نتونست بگیره. یکی از کم نمره ترین شرکت کننده به فرمایش جام در طول تاریخ. به نظرم دیگه 2 خیلی کم بود آقای بشارتی داد. به نظرم 5. حالا کاری نداریم که همه زحمت ها رو، یعنی درصد خیلی زیادی از زحمت ها رو فرشته، یعنی این نمره دست برای فرشته نیست. من اگه بودم، حالا غذا رو که تست نکردم، در بدترین حالت 5 رو میدادم. یه خیلی میخواستم حال بدم صادقانه 6 میدادم. ولی 2 خیلی کم بود خدای آقای بشارتی. 5 هم میدادی میشد 15. اونم یه 5 دیگه میداد میشد 15. بازم حالا اول نمیشه، الان هم سومه، چهارمه توی این 3 نفر که فعلا سومه. ولی 2 خیلی کم بود. نه دوستای عزیز من، مرسی که با من همراه بودین. یادت نره که این ویدیو رو لایک کنی، چک کن که حتما کانال سابسکرایب داشته باشی. کانال اصلی من میکس باکس شو رو هم حتما سابسکرایب کن و ویدیوهاشو ببین و نظراتتو برام بنویس. تا یه ویدیو دیگه هم میدونی که خیلی دوست دارم. خدا نگهدارت باشد.